خب شب بخیر میگم خدمت همه دوستان و همینطور پری عزیز. سلام. شب همه بخیر. شبت بخیر. خوش. خب خدمت شما هستی با 7مین جلسه نشست جمعخوانی انتقادی کتاب اصول مبارزه که حالا توی نشست قبلی فصل دوم و بخش اولش رو پیش رفتیم تا فکر کنم صفحه 162. بله و حالا امشب میخوایم ادامه این فصل رو تا پایان با هم دیگه پیش بریم و اون بخشایی که حالا توی فصل 2 بخش اول گفتیم فکر میکنم که توی این بخش دوم تازه جا میفته. حالا ما هم در حد توانمون سعی میکنیم این پیوند رو برقرار بکنیم بین بخش اول و دوم. توی بخش اول در مورد خود اون نظام تمثیلات صحبت کردیم، اینکه ما نسبت به هر چیزی فقط میتونیم به یک تمثیل برسیم، یعنی نه به خود اون چیز بلکه به تمثیلی از یک چیز میتونیم برسیم. و بعد بحث پروبلماتیک منطق مطرح شد. منطقایی که میتونیم بگیم مهمترین منطقها بودن تا قرن 20، اونجا انسدادهاشون نشون داده شد. بعد توی بحث پروبلماتیک معیار، اون معیارهای چارگانه یعنی مطابقت، انسجام، پراگماتیسم و دیالکتیک پویا، اونها هم اومدن معرفی شدن به نوعی و انسدادهاشون نشون داده شد تا فضا باز بشه برای ارائه طرح یک منطق تازه که منطق پلاستیک بود که منطق این کتابه و روی اون ایستاده. آخرین مبحثی هم که در موردش صحبت کردیم در مورد خاصیت دوگان همزمان این منطق بود، این منطق پلاستیک که از یه وجهش ایجابی استنتاجیه که میسته روی اصل امتناع تناقض، از یه جهت هم منفی انتقادیه که فراتر میره از اون اصل امتناع تناقض، که این بخشی که حالا در موردش صحبت خواهم کرد به نوعی توضیح این آخرین مبحثی که نشست قبلی در موردش صحبت کردیم هم هست. خب بازم از دوستان میخوام که مثل روال گذشته اجازه بدن که بخش اول رو من و پری به نوعی ارائه بدیم بحث و بعد توی بخش دوم دوستان بیان و وارد گفتگو بشن. یه خواهشم داشتم این که مباحثی که توی بخش دوم مطرح میشه مرتبط با همین فصل باشه، به خصوص همین بخش. حالا به بخش قبلا پیوند داره قطعا، ولی نه به فصل‌های قبل و برگردیم در مورد مقدمه صحبت کنیم و اینها. این هم ممنون میشم. خب اگر موافقید که بریم سراغ شروع این بخش. ممنون صبا جان، دیگه خودت شروع کنیم. متشکرم. خب صفحه 163 با این عنوان شروع میشه: به سوی یک منطق آلیاژی. و کل این بحثی که من و پریم ارائهش میدیم در مورد همین منطق آلیاژیه که در 2 سطح بررسیش میشه. خب اینجا ما یک بازگشتی داریم به آخرین بحثی که در مورد صحبت کردم، اون منطق دوگان همزمان این اثر که حائز اهمیت هم هست. اینجا توضیح میده مؤلف، میگه که ما هر مسئله متقاطعی که داریم، 2 تا مسئله متقاطع که داریم، منطق‌هاشون هم متقاطع باید باشن. 2 تا روش منطق متقاطع هم باید داشته باشیم. توی این کتاب ما مسئله‌مون مسئله معناداری در سطح سوژه بود که به سمت جمعی هم حرکت میکرد. اما خب جلد بعدی کتاب مسئله دیگه‌ای مطرح میشه و اون بحث سیاست و اجتماع و اینهاست که از اجتماع به سمت فرد حرکت میکنه. اینا 2 تا مسئله متقاطعن. حالا ما میخوایم ببینیم که با چه منطقی میتونیم اینها رو بررسی بکنیم. اگه بیایم تو ساحت فرد، همونطور که گفتیم اولویت همون بحثی که تا اینجا پیش اومدیم با هم، یعنی معناداری زندگی و این که ما چطور بتونیم در عین حال در نظر، عمل و خلق به یک سازگاری پلاستیک موجه برسیم توی این 3 مورد. البته وقتی که میگیم معناداری در سطح فردی برای زیستن، به این معنی نیست که تو اون ساحت باید بماند، نه، میتونه کلیت یابنده باشه، میتونه از سطح فرد، اون فرد تکین برسه به مرحله بیناسوژگانیت کلی، اما به این معنی هم نیست که قراره اون رو جهان شمول کنیم یا به کل انسان‌ها تعمیمش بدیم.
نه، فقط یک مسئله است که میشه اون رو به حالت بیناسوژگانی هم در آورد، چون خود معنا در ساحت بین الاذهانی قرار میگیره. پس اینجا ما در ساحت فرد میستیم روی بحث تصمیم، یعنی از تصمیم شروع میکنیم که از بخش مقدمه تا اینجا ما در مورد اهمیت این تصمیم صحبت کردیم. اما یه وجه دیگه هم هست که اونجا منطقش در سطح دیگری قرار میگیره و اونم اینه در ساحت سیاست و اجتماع ما دیگه نمیتونیم بیستیم روی یا آغاز کنیم از اون تصمیم تکین، بلکه باید بریم روی امر داده شده عام، یعنی اون چیزی که در جامعه مطرحه. به همین خاطر اینجا یک منطق چند ارزشی معنادار هم نیاز داریم، ولی در عین حال که پیش‌فرضاش دموکراتیکن، اما نمیخواد دچار اون کثرت‌گرایی دموکراتیک بشه. چرا؟ چون که اینجا چند ارزشیش از نوع همگراست، از نوع واگرا نیست، به همین خاطر دچار کثرت‌گرایی نمیشه. حالا وقتی که این دوتا مسئله منطقشون در هم آمیخته بشه، اما در دو سطح و این دو سطح هم در کنار اون ارتباطی که با هم دارن ولی با هم دیگه خلط هم نمیشن، اون هم منطق آلیاژیه، منطقی که میتونه گفتگو رو ممکن بکنه، هم به واسطه پلیلوگ بودنش، یعنی در ساحت چندگانه گفتگو، هم به واسطه اینکه همگراست. و باز اینجا مؤلف یک اخطاری میده که ما اگر که این دوتا منطق رو با هم خلط کنیم ممکنه بیفتیم توی پرتگاه استبداد به واسطه اینکه اون پیش‌انگاشت‌های فردی رو میخوایم به جمع تحمیل بکنیم، یا اینکه میفتیم توی دام اون دموکراسی اکثریت که میخوایم نظر اکثریت رو تحمیل کنیم به فرد. اما خب راهی که میتونه این دوتا منطق رو با هم آمیزش بده توی منطق آلیاژیه که در موردش صحبت میکنیم. اما پیش از اون مؤلف میاد و دوتا تجربه شکست خورده رو در تاریخ مطرح میکنه که میخواستن به سمت این منطق آلیاژی برن ولی شکست خوردن، که یکیش دیالکتیک هگل و یکیش امتزاج افقهای گادامر. قبلا در مورد دیالکتیک هگل و انسدادش صحبت کردیم. اینجا هم باز بهش اشاره میکنه که درسته یک دیالکتیک آلیاژی بود، اما چون که نمیتونست همزمان وارد چند تا گفتگو بشه و نیرو محرکش رو از اون تناقض میگرفت، به همین خاطر میمون تو همون منطق دو ارزشی ارسطویی و از طرف دیگری براش فقط در تناقض وجود پیدا میکرد و به رسمیت شناخته میشد. به واسطه این دوتا انسدادی که در دیالکتیک هگل بود به سمت اون منطق آلیاژی حرکت کرد، اما بهش نرسید، شکست خورد. اما مورد بعدی اون ایده امتزاج افقهای گادامره که حالا اگر دوستان باهاش آشنا باشن توی مباحث هرمنوتیکی مطرح میشد و میخواست که اون افقها اون طرفین گفتگو رو بیاره و مرزهاشون رو ذوب کنه. به نوعی اینجا هم این منطق دو تا مشکل پیدا میکنه. یکی این که خیلی نگاهش خوشبینانه یا شاید زیادی نگاهش همگرایانه است به گفتگو و اون بخش پرخاشگرایانه و خشونت، پرخاشگرایانه بهتر نگیم، همون خشونت ذاتی که توی گفتگو هست رو نادیده میگیره و این همینطور تصوری نداره از اینکه وقتی ما میخوایم این دوتا مرز یا مرزها رو بیایم با هم دیگه ذوب کنیم، در هم آمیخته کنیم، در چه گرمایی باید این اتفاق بیفته، یا اینکه این گرما رو باید از کجا بگیریم. یه چیز بیرونی باید این گرما رو ببخشه یا نه این گرما باید از خود این افقها بیاد. حالا اگه من بخوام تفسیر خودم رو از این جمله مؤلف بگم صفحه 165، به نظرم تو بخش بعدی که میگیم که نظام تمثیلات موجه باید بتونه بین نظام‌های دیگه گفتگو ایجاد کنه و به نوع اونا رو بنشونه سر میز، این میتونه همون گرمای بیرونی باشه که
میتابه به این افقها. و وقتی هم میگه که باید این گرما میتونه از خود افقها گرفته بشه، یعنی خود اینها بتونن وارد گفتگو بشن، یک نظام موجه با نظام ناموجه، که این مباحثیه که توی بخش بعدی در موردش صحبت میکنیم. به همین خاطر مؤلف اینجا میگه که هر دوتا باید باشن، یعنی هم اون گرما باید بتونه از بیرون تامین بشه، هم از خود اون افقها. اما این گرما به واسطه اون فضای سرد محافظه‌کارانه پست مدرن میسر نشده. به همین خاطر پروژه گادامر هم شکست میخوره. برخلاف هگل که هگل نگاه مشخص و کافی به اون گرما داشت، یعنی میدونست که این گرما باید چطور تأمین بشه، اما میموند توی اون ساحت تناقض و میموند توی اون ساحت منطق ارسطویی. به همین خاطر فقط وارد گفتگو میتونست بشه، نمیتونست وارد پولیلوگ بشه، در دیالوگ میموند. پس اینجا منطق نظام تمثیلات میاد به سمت ارائه یک منطقی که میگه منطق آلیاژی، که میخواد این انسدادها رو رفع بکنه و به طور همزمان وارد یک گفتگوی چندگانه بشه. برای آغاز از 2 مقدمه شروع میکنه که با شماره 1 و 2 هم مشخص شدن، اما اشاره هم میکنه که اینا باید همزمان باشن، نه اینکه مثلا اولی رو پیش بریم و بعد برسیم به ساحت دومی. نه، اینها باید توامان با هم باشن، که ما میتونیم این دوتا رو، این 2 مقدمه رو، برای اینکه توی ذهن شما هم بهتر جا بیفته، به صورت سطح اول منطق آلیاژی و سطح دوم منطق آلیاژی طبقه بندی بکنیم. پس میرسم به صفحه 166، اون سطح اول منطق آلیاژی که عنوانش هست استنتاج و سازگاری گشوده، منطق درونی یک نظام تمثیلات. و همین خاطر همونطور که توی عنوانش پیداست، هم به نوعی میخواد یک استنتاجی رو مطرح بکنه که در عین اون سازگاری گشوده است. ابتدای پاراگراف در مورد این صحبت میکنه که ما باید توی هر بحثی از یک نقطه مبنایی شروع بکنیم. در منطق استنتاجی هم همینه، ما از مقدمات قطعی میخوایم برسیم به نتایج قطعی. حالا این مقدمات قطعی منبعشون چی بود؟ یا تجربه بود یا عقل بود. اما همونطور که قبلا هم گفتیم توی این شرایطی که در اون قرار داریم، این 2 تا منبع به نوعی فرو ریختن و دچار چالش شدن. چرا؟ چون وقتی ما میگیم تجربه، با اون فروپاشی ایدئالیسم دیگه نمیتونیم این تجربه رو مبدأ رسیدن به گزاره‌های یقینی و قطعی بدونیم. در این حال در مورد بحث عقل، وقتی نتونیم از اون گزاره‌های ترکیبی به گزاره‌های تحلیلی برسیم، یعنی از اون داده‌های انتزاعی پیشینی رو بتونیم تعمیم بدیم به امور جهان خارج، بنابراین اینجا عقل هم دچار چالش میشه که توی بحث کانت هم به این اشاره شده. خب پس میرسیم به اینکه ما هیچ مبنای قطعی نداریم. پس وقتی مبنای قطعی نداریم، من مقدمات قطعی ندارم، پس نمیتونم به نتایج قطعی هم برسم. این یعنی که استنتاج رفت روی هوا. در این اثر توی اون بحث منطقش به نوعی این استنتاج رو بهش احیا میکنه، یه شکلی تازه میبخشه. چون همونطور که گفتیم نظام تمثیلات اثر مبنا داره، بدون مبنا نیست و مبناش هم همون مبارزه است. در این حال که این مبنا یه وجه منفی داره که میشه اون استیصالی که گفتیم، یعنی ما هیچی نداریم بهش چنگ بزنیم چون در درون شرایط قرار داریم، یعنی شرایط نیهیلیسم. از طرف یه وجه ایجابی هم داره که مبارزه است در درون این نیهیلیسم و خود این مبارزه امکان میده به ما که نظامی بسازیم که خودش موجه کننده هم هست. اینجا راه باز میشه برای شکلی تازه از استنتاج که میتونیم بگیم استنتاج پلاستیکه، که در عین حال که اون انسدادهای استنتاج کلاسیک رو به رسمیت میشناسه، اما رهاش هم نمیکنه، بلکه میاد
اون اصل امتناع تناقض رو ازش استفاده میکنه، اما توی اون ساحت نمیمونه، همزمان اجتماع تناقض رو هم میپذیره و نه تنها امور نقیض هم رو جمع میکنه، بلکه هر شکلی از دیگر بودگی رو هم میاره و درونی میکنه و شکلی از کثرتمندی دیگر بودگی رو ارائه میده. اما همونطور که گفتیم دچار کثرت‌گرایی هم نمیشه، چون وقتی میگیم کثرتمندی دیگر بودگی، اگه در همین سطح بمونیم یعنی چی؟ یعنی اگر بمونیم در سطح اجتماع تناقض، دچار همون هم امکانی هایی میشیم که ما با امکان های مواجه میشیم که همه هم ارزشن. وقتی همه هم ارزش باشن یعنی بی‌معنا به نوعی. به همین خاطر اینجا اصل امتناع تناقض رو روش میسته. حالا برمیگردم به اون مباحثی که توی بخش اول در موردش صحبت کردیم. اون رقص مبارز توی اون لحظه تصمیم که همه چیز جمع میشه. توی لحظه تصمیم مبارز یا این فرد مواجه میشه با کلی امکان که تو لحظه تصمیم باید یک انتخاب بکنه بین این امکان و امکانهای دیگه. اینجا میتونه بیسته روی اصل امتناع تناقض، از بین این و آن یکی رو انتخاب بکنه به صورت موقت. بنابراین اینجا میگه که در لحظه تصمیم فرد در نوعی دو قطبیت موقت موجه ایستاده. چرا میگه موقت؟ چون گفتیم تو رقص مبارز قرار نیست که روی اون چوب‌های معلق روی آب بیسته، قراره فقط ازشون استفاده کنه که بپره روی چوب بعدی. پس فعلا پاشو میگذاره اینجا روی اصل امتناع تناقض و در لحظه‌ای که روی این لحظه ایستاد، اون موقع بیشمار امکان دیگه دوباره باز میشه، میره تو مرحله اجتماع تناقض، اون هم امکانی ها. بنابراین میتونیم بگیم توی لحظه تصمیم که امتناع تناقض رو داریم، هم میتونیم در مورد تصمیم اخلاقی این رو داشته باشیم، هم تو بحث پذیرش صدق یک گزاره. باز دوستان اگه یادشون باشه توی بخش پیش در مورد صدق گزاره که گفتیم توی منطق این کتاب صدق از پیش داده نیست توی منطق پلاستیک، بلکه در لحظه تصمیم این صدق شکل میگیره و بعد رها میشه و دوباره پیش داده نیست، شونده است به نوعی. حالا اینجا یه مثال میزنه مؤلف برای اینکه این بحثی که گفتیم به نوعی جا بیفته و به نظرم با این مثال ابهام خیلی کمی میمونه در مورد مباحثی که تا اینجا مطرح کردیم. یکی تصور کنید که شما توی شرایطی هستید که توی مخمسه گیر افتادید، یا باید دروغ بگید برای اینکه رها بشید از این مخمسه که بر اساس اون میل و منفعتتونه، یا اینکه باید هزینه اون راستگوییتون رو بدید. بنابراین اینجا شما مواجه میشید با شرایطی که یه نبردی در درون شما شکل میگیره بین انتخاب این یا آن که یکی بر اساس میله و یکی بر اساس قانون اخلاقیه، شبیه اون چیزی که کانت مطرح میکرد. خب منطق آلیاژی سطح اول میگه یعنی در سطح فرد تکین توی این مخمسه گیر نمیکنه. چرا توی این مخمسه گیر نمیکنه؟ چون بلافاصله که اینجا ایستاد فکر میکنه به امکانهای دیگه، در این دوالیسم، در این ثنویت نمیمونه، اینکه چه امکانهای دیگه پیش روی این فرد میتونه وجود داشته باشه. و وقتی که عمل هم کرد بر اساس اون تصمیمش، اینجا دیگه هم قاطع هم که مسئولیت تصمیمش رو هم میپذیره. چون که از قبل ما سوژه قوی رو داریم، یعنی سوژه تقویت شده، اون سطح آگاهی آمادگیش در مرحله‌ای که میتونه قاطعانه عمل کنه. اما وقتی میگیم قاطعانه عمل کنه، شاید مخاطب فکر کنه که یعنی مطمئن به تصمیمش، اما دقیقاً برخلاف این قاطعیت. هر زمان که مبارز، هر زمان که این فرد مواجه بشه با شرایطی که خیلی پاسخ مشخصه، یعنی میگه آها میرم به این سمت، تصمیم من این است، همون لحظه باید به روشنی راه شک کنه. هیچ چیزی برای اون مبارز تردید ناپذیر نیست یا برای اون فرد. همه چیز در یک مه صبحگاهی در حالت کدر و مبهم وجود داره. خب
حالا اینجا ما یه بحثی داشتیم که توی این حالت مخمسه‌ای که گفتیم توی این مثال، ما یه نبردی داریم بین میل و اون قانون اخلاقی. خب آیا دغدغه این کتاب، این مؤلف، نبرد بین این دوتاست؟ اینجا مؤلف پاسخ میده که نه، نبرد اصلی بین اینه که ما از شرایط انسداد بیرون بیایم، فراتر بریم و بتونیم امکانهای دیگر رو باز کنیم. یعنی چه شرایط انسداد؟ یعنی اگر من بمونم بین دو انتخابه، میل یا قانون اخلاقی، اینجا دچار انسداد شدم، امکانهایی که در این بین 0 و 1 هست رو نادیده گرفتم. بنابراین اینجا نبرد اصلی در آفرینش امکان هاست، امکانی در این انسداد. و این مرحله نبرد بین میل و تعهد یا اون قانون اخلاقی مال یک سطح دیگه است، اون سطح آمادگی که توی تقویت سوژه است. یعنی فرد اگر آماده باشه دیگه اونجا دچار نبرد نمیشه که من برم سمت میل یا تعهد. و اینجا که مطرح میکنیم بحث آفرینش امکانها در سطح تصمیم و در سطح انتخاب عمله که مطرح میشه، نه تو اون سطح آمادگی که سطح پیشینی. خب حالا تصور کنید که شما تصمیمتون رو گرفتید از بین اون امکانهایی که وجود داشت. به محض اینکه تصمیم گرفتید و عمل کردید، یعنی پریدید، در لحظه و آن پریدن، چون چوب ها به نوعی زیادن، شما با لحظه تصمیم ناپذیر مواجه میشید. یعنی جایی که دیگه اصل تناقض حاکم نیست، شما با کلی امکانهای انجام نشده مواجهید که همه در یک سطح مساوی قرار دارن. اما باز دوباره شما میخواید تصمیم بگیرید که کدام، اینجا باز میستید روی اصل تناقض. بنابراین اینجا شما با نوسان، مدام در حال نوسانید، نوسان بین اصل امتناع تناقض و اجتماع تناقض، بین این که انتخاب بین این یا آن، یا این و آنها، امکانهای دیگه و امکانهایی که همه در یک سطح قرار داره. البته این کار بسیار دشواریه. چرا؟ چون که شما وقتی که تصمیم میگیری هم باید متعهد باشی به اون تصمیمت، تعهدش رو بپذیری و مسئولیت هایی که در پی خواهد داشت، هم اون تصمیمت، هم اون امکانهایی که اون تصمیمت گشوده، چون هر تصمیمی که شما میگیری امکانهای بیشماری رو باز میکنه و تو نسبت به اون باز شدن امکانها مسئولی. و به نظر من درست میگه که این دشوارترین وجه عمل اخلاقیه. خب همونطور که قبلا گفتم، بعد از این لحظه تصمیم شما برمیگردی به اون کثرت پیشا عمل و اون وضعیت چندگانه هم امکانی و این نوسان میشه همون استنتاج پلاستیکی که در موردش صحبت کردیم. البته هر کدوم از تصمیم های شما، همونطور که توی یک تئوری، توی یک نظریه، همه گزارا باید با هم دیگه سازگار باشن و با کل اون تئوری، اینجا هم بحث سازگاری هست که من اینجا برداشتم اینه که تصمیم شما باید سازگار باشه با اون مبارزه‌ای که برای معنادار زیستن داریم. و در لحظه تصمیم همون 4 معیاری بود که در مورد صحبت کردیم تو بخش قبل: انطباق، انسجام، پراگماتیسم و منطق پویا. اینجا توی لحظه تصمیم در هم آمیخته میشن و مثالی که مؤلف میزنه برای این لحظه به تنفسه. اینکه تصور کنید ما تو لحظه تنفس همه در زمان دم اون نفس میاد و جمع میشه و توی شکم انگار که همه امکانها اینجا هستن و وقتی که بازدم میشه میاد توی یک نقطه جمع میشه و این همون نقطه تصمیمه، چون توی اون نقطه تمام اون حالتهای ممکن ناپدید میشن، در یک نقطه جمع میشن. خب با توجه به مواردی که گفتیم توی این منطق آلیاژی سطح اول ما هر دو وجه کثرت و وحدت رو داریم. اون وضعیت چندگانه هم امکانی، اون کثرت، و وقتی جمع میشه توی یک تصمیم. اما نباید در این مرحله بمانیم. چرا؟ چون فرد ممکنه دچار
خودمرکز پنداری بشه. به همین خاطر باید فراتر بره از این فردیت تکین که توی اون منطقه آلیاژی سطح 2 درسته که از این سطح تکین فراتر میره، اما همین کثرت و وحدت توی اون لایه هم میمونه و از پری میخوام که ادامه بده اون بخش رو. متشکرم. ممنون صبا جان. خب تا صفحه 169 رو ممنون ازت. خب اینجا از صفحه 169 گفتگو با نظام‌های تمثیلات دیگر رو، یعنی منطق چند ارزشی همگرا رو میخواد بگه که گفتگو با نظام‌های تمثیلات دیگه یه منطق دیگه ای رو اختزا میکنه، یعنی این منطق چند ارزشی همگرا که یه نام کلی هم هست برای منطق آلیاژی. خب اینجا دو سطح گفتگو همزیستی رو بر اساس این منطق گفته که سطح اولش دو بخشه ولی یه منطق در واقع بهش حاکمه، که این بخش اول یه بخشش گفتگوی فرد با خودشو داریم، یه بخشم با اقلیت هم پروبلماتیک به مثابه کلیت تکین. اقلیت هم پروبلماتیک هم اینجا افرادی هستند که به اون فانوس نظر دارن، همون که سبا گفت، یعنی تصمیم به مبارزه دارن، که این دوتا یعنی گفتگو با خود و گفتگو با هم پروبلماتیک سطح اول منطق آلیاژی هستند، یعنی یه منطق و یه قاعده گفتگو براشون حاکمه. بین اینها یه بیناسوژگانیتی شکل میگیره که به واسطه مبنای مشترک کلیت تکینن، یعنی از نظر کمی منظور کل اجتماع و همه انسان ها و اینا نیست. سطح دوم این منطقه هم اکثریت ناهم پروبلماتیک هستن، یعنی کسایی که به اون فانوس نظر ندارن. حالا ما وقتی که از این هم پروبلماتیک و کلا پروبلماتیک صحبت میکنیم، خیلی وقتا برای خیلی از دوستان پیش اومده که چقدر اینجا به این تاکید میشه. من خواستم اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم که به هر حال ما تو تمام اتصالاتمون با بیرون از خودمون و حتی درون، چه موقت چه غیر موقت، یه اساسش یه مسئله مشترکه، یعنی اینکه ما بر اساس مسائل مشترک با هم دیگه در ارتباطیم. حالا اینکه این مسائل چی هن، چقدر ارزش‌سان، چقدر تأمین یابندن یا چقدر بنیادینن یا اصلا چقدر پیش برنده و هم افزان، این دیگه میتونه تفاوت داشته باشه، ولی اینکه حالا میتونه از یه طرف به ساختارهای هر فردی برگرده، میتونم از طرف دیگه حالا به تصمیمات برسازنده افراد برگرده، ولی به هر حال از اینکه همه این ارتباطات بر مبنای پروبلماتیک گریزی نیست و این فقط مختص این کتاب نیست. فقط خواستم این رو هم اشاره کنم که وقتی میگیم غیر هم پروبلماتیک، این رو ما میتونیم تو همه ساحات و تمام روابط ببینیم. حالا اینجا وقتی از غیر هم پروبلماتیک یا نه هم پروبلماتیک میگه، منظور کسایی هستند که به اون فانوس یعنی مبارزه برای زیستن معنادار و موجه نظر ندارن. پس اینجا یه مرز جدیه بین افرادی که اولویت و ارزش مبارزه رو حالا عملا ناچارن پذیرفتن، یعنی مخاطب خاص، و اونهایی که این رو نپذیرفتن، یعنی این مخاطب عام. خب منطق گفتگو و تعامل با دسته اول، یعنی کسایی که مبنای مبارزه رو پذیرفتن، همون منطق استنتاجی پلاستیکه که سبا توضیح داد و تصمیم به مبارزه هم نقطه ثقل و فانوس حرکتشه. ذیل همین مبنا هم هست که امکان گفتگوی انتقادی و سازنده و هم‌افزا ممکن میشه. یعنی اینجا یه فضای گفتمانی ایدئال شکل میگیره، یعنی همواره موجه کننده و موجه شونده و موجه کننده، بین این بیناسوژگانیت شکل میگیره. خب این خوبه برای اینکه فرد دچار سولیپسیسم و خودمرکز پنداری نشه، ولی خب شاید حتی مبارزی باشه که هیچ وقت نتونه یه هم پروبلماتیک رو پیدا کنه، یا به هر حال تو شرایطی نباشه که بتونه هم پروبلماتیک داشته باشه. اون وقت فقط مجبور
درون خودش دیگری و دیگری های خودش باشه و با خودش گفتگوی انتقادی داشته باشه. ولی تو گفتگو با غیر هم پروبلماتیک این شکل تعامل و منطق جواب نمیده، چون مبانی مختلفی حاکمه. بنابراین این گفتگو و تعامل نه معنایی داره عملاً، نه حتی ممکنه، فقط به تک‌گویی میرسه. یعنی با کسی که هم مسئله نیستی، مثلا کسی که هدف زندگیشو فرض کنیم فقط ارضای امیال گذاشته، حالا در هر سطحی، مبنای مشترک مبارزه وجود نداره. اینجا گفتگو نمیتونه شکل بگیره، گفتگو از اون جنس گفتگوی سطح اول که گفتیم و یه قاعده دیگه ای میطلبه. البته اینجا مؤلف میگه که نباید نسبت به این افراد غیر هم پروبلماتیک یا کسانی که مبنای دیگری دارن هم نباید عواطف مخرب داشت مثل خشم و نفرت و اینا، نباید عواطف حالا از نوع دیگه داشت یا قدرت یا شیوه‌های غیر اخلاقی دیگه مثل به رسمیت ناشناسی تفاوت‌ها و تصمیمات فردیشون با این وسایل بخوایم اونها رو با خودمون همراه کنیم. هر دوتای این روش‌ها در مواجهه با غیر هم پروبلماتیک روش‌های ضد مبارزاتی حساب میشن. حالا منطقی که تو گفتگو با این گروه عمل میکنه سطح دوم منطق آلیاژیه که یه شکل دیگه ای از منطق چند ارزشی همگراست که همزمان کثرت و همگرایی رو به یه شیوه آلیاژی پیش میبره. خب حالا اینجا سوال اینه که آیا اصلا میشه بدون مبنای مشترک همزیستی یا گفتگو کرد؟ چون معمولا فکر میکنیم که میشه دیگه، چون به هر حال آدم‌ها با مبانی کاملا متفاوت و مختلف، حتی با زبانهای مختلف میبینیم که دارن با هم گفتگو میکنن. پس معمولا به همین وجه گفتگو بیشتر نظر نمیشه که خب اگرم اختلافی هست اشکال نداره گفتگو کنید. همین برداشت سطحی از گفتگویی که اتفاقا یه علت جدی برای رواج خشونته، چون عملا دیالوگی نیست، یه مجموعه متکثر تگویی و مونولوگ مثل نمایش‌های ابسورد، هر کی جمله از پیش آماده خودش رو میگه بدون توجه و تاثیر از طرف مقابل. حالا جدای از این مشکل کلی در مورد گفتگو، الان ما تو بخش منطق نظام صحبت فقط از گفتگو نمی‌کنیم، بحث استدلال و اقناعه. و وقتی که بحث استدلال و اقناع میشه اینجا بحران خیلی مشخص تر میشه. اینکه چطوری دو نفر یا چند نفر با مبانی و شیوه های استدلال کاملا مختلف، متفاوت، اهداف و اغراض کاملا متفاوت میتونن با همدیگه بحث و استدلال کنن و تازه همدیگه رو نقدم بکنن. برای این سطح که منطق آلیاژی سطح 2 ارائه شده. خب تو بحث استقلال و نقد در مورد گفتگو اول اومده 3 شیوه رایج استدلال رو گفته. یکی جزمی که اینه که فرد بی توجه به مبانی طرف مقابلش برای استدلال فقط از مبانی خودش شروع میکنه، اصلا طرف مقابل رو حالا نمیبینه، نمیشنوه، چه برسه که بخواد درونی کنه. یکی هم جدلیه که اتفاقا میره از مبانی طرف شروع میکنه، طرف مقابل شروع میکنه، ولی با قصد تخریب مبانی اون، یعنی میخواد با تخریب مبانی طرف مقابل خودش رو اثبات کنه و در واقع ضعف اون رو نشون بده نه قوت خودش رو. یه روش رایج‌تر یا امروزی‌تر هم منطق چند ارزشی واگراست. واگرا نه همگرا. واگراست که منطق عملا نیهیلیستیه، آرمانش هم جلوتر از به رسمیت شناختن تفاوت نمیره، عملا هم توی همون مناسبات قدرت باقی میمونه. چون شرط هر استدلال یا فهم متقابلی یه مبنا یا یه فرض مشترک باید باشه. اگه این لنگر نباشه، این مبنا یا فرض مشترک نباشه و اینقدر کثرت حاکم باشه، اصلا استدلال بی معنا میشه همون بیانیه خوانی، همون مونولوگ نمایش‌های ابسورد که گفتیم که هر کی فقط حرف خودش رو میزنه. بدتر این که اصلا این روش به رسمیت شناختن افراطی تفاوت بدون هیچ معیار ارزش‌گذاری اصلا نقد رو غیر ممکن میکنه. همین مثالی که آورده اینجا دقیقاً بجاست، اینکه به کسی که داره سر یه بچه رو میبره
چی میتونی بگی؟ چطور میتونی نقدش کنی؟ میتونه بگه که خب سخت نگیر، تفاوت دیدگاه داریم، عواطفمون متفاوت شکل گرفته، جزمندیش نباش، تا به خودت کاری ندارم برو پی کارت. خب عملا هم همینطور شده. حالا این مثال اکستریم رو آورده تا این مشکل و این درد بی‌مبنایی رو نشون بده، ولی مسئله از نظر ماهوی همینه، همینقدر دردناکه در واقع این نسبیگرایی پلورالیستی واگرا، عملا هم به بدتر از همون جزمندیشی مستبدانه میرسه. حالا اینجا یه جمله هم از سخنگوی طالبان آورده که بعد از اشغال مجدد افغانستان، صفحه 172، که میگه تفاوت فرهنگی وجود دارد، ما نباید به دنبال فرهنگ یکدیگر باشیم، ما قصد تغییر دادن فرهنگ شما رو نداریم و شما هم نباید داشته باشید. شما اگه ندونی فکر میکنه این یه آدم مداراگر و دموکراتیکه که کثرت ارزش ها رو به رسمیت میشناسه، دنبال صلح و معلوم نیست که اینو کی گفته. البته موضوع اینه که حالا اون مداراگری ریاکارانه و تصنعی هم که همین خشونت رو داره ولی توی 7 لایه قایم کرده، ولی از جای دیگهش بالاخره بیرون میزنه به اشکال فریبکارانه دیگه‌ای که حتی دیگه نمیشه نقدش هم کرد، اونم لزوما مسئله معیار و مبنا رو به خودش حل نکرده. به هر حال برگردیم به این بحثمون. خب گفتیم اینجا یه منطق تازه نیازه در مقابل همین منطق چند ارزشی واگرایی که گفتیم که 2 تا حد جزمی داره. حالا آلترناتیو مؤلف منطق چند ارزشی همگراست. 2 حد جزمی این منطق چند ارزشی واگرا رو گفته، یعنی یکی تو سطح منطق درونیش یه همگرایی از پیش داده داره به واسطه اینکه از نظام تمثیلات خودش بیرون نمیره، توی خودش پیشاپیش همگراست. یه سطح بیرونی داره که واگرایی و کثرتگراییه به خاطر عدم امکان فهم نقادانه یا ناتوانیش تو ارزش‌گذاری بین نظام‌های تمثیلات. خب واگراشون مبنا و معیاری نداره، همه رو به رسمیت میشناسه در واقع. حالا آلترناتیوی که ارائه شده اینجا منطق چند ارزشی همگراست که در تقابل با اون 2 وجه بیرونی و درونی، اینجا ما تو سطح منطق درونیش سازگاری درونی در واقع توی یه نظام تمثیلات داریم به واسطه استنتاج پلاستیک و سازگاری گوشیده که ثبات توضیح داد رو داریم، یعنی سازگاری با خود و هم پروبلماتیک در سطح منطق درونیش، و تو سطح منطق درونیش منطق حاکم بر رابطه نظام‌های تمثیلات مختلف، یعنی چند ارزشی همگرا رو داریم که میشه ایجاد امکان گفتگو با غیر هم پروبلماتیک برای اینکه واگرا نشه و امکان گفتگوی استدلالی و نقد هم باشه. حالا الان من اون منطق درونی این گفتگو، یعنی چند ارزشی واگرا رو میگم، همگرا رو میگم، بعد سبا منطق بیرونیش رو توضیح میدم. منطق درونی نظام تمثیلات موجه چیه و چطور کار میکنه؟ اینجا آمده برای توضیح این منطق اول تناظر روایت شناسی و روش شناسی رو نشون داده. چطور؟ گفتیم که جلسات قبل گفته بودیم که هر شناختی یه روایت، انسان هم مدام در حال قصه پردازی و روایت گریه. در واقع منطقی هم که روی این شناخت یا روایت حاکمه یه جور روایت شناسی یا منطق رواییه. حالا اینجا یه اشاره داریم به همون مباحث قبلی، ولی تو این کانتکست که چون رئالیسم فرو پاشیده و هر بیانی و هر روایتی در واقع یه تمثیله، صرفاً یه تمثیله، نه که منطبق بر واقعیت باشه، تمثیلی که از تخیل شکل گرفته و واقع شده، پس هر تئوری یا هر طرح روایی یه نظام تمثیلاته که از مجموعه گزاره‌هایی تشکیل شده که کنار هم اومدن یک کل واحد رو ساختن و هدفشون هم بیان یک موضوع، حالا چه موضوع توصیفی باشه چه تجویزی. حالا مسئله سر موجه یا ناموجه بودن نظام تمثیلاته. اینجاست که بحث از مبنا پیش میاد.
نظام موجه میتونه مبناش رو از تجربه بگیره، ولی مبنا خودش از تجربه نمیاد. یعنی با تجربه میتونه موجه شه. چرا؟ چون خود تجربه هم نتیجه نظام تمثیلات فرمیابی است. یعنی تجربه و نظام تمثیلات هر دوشون بر پایه مبنا شکل میگیرن. چون تجربه نمیتونه خودش به تنهایی یا ابتدا به ساکن تجربه نمیتونه مبنا قرار بگیره، چون تجربه بین ابداً و مطلقاً تا بی نهایت نوسان داره. پس باید این مبنایی باشه که نظام تمثیلات حولش و معطوف بهش منسجم و موجه بشه، که خب البته با تجربه هم باید سازگار باشه. بعدش تجربه میاد مجموعه گذارهای درونی و محتوای نظام تمثیلات رو میسازه. در واقع حول اون مبنا گزارها و تجربیات موجه و منسجم و جهت‌دهی میشن. هر نظامی هم حق داره در مورد هر موضوعی حکمی صادر کنه، ولی باید بتونه موضعش رو بر اساس انسجام درونیش موجه کنه. اگه نتونه توجیه کنه، یه شکافی توی کلیت نظام ایجاد میشه و بعدش باید بتونه دوباره خودش رو بازارایی کنه. پس هر موضوع گزاره و توجیه، حالا بسته به اهمیت و جدیتش، میتونه کل نظام رو دوباره هم منفی هم ایجابی صورت بندی کنه. یعنی همزمان که معیار انسجام باید بر نظام حاکم باشه، معیار پویا هم لازمشه تا این حرکت درونی و بازسازنده باشه و حفظ شه. ضمن اینکه معیار انطباق هم حاکمه، ولی انطباق انسجامگرا و درونی با مرجع، یعنی هر لحظه فراروی خودش از خودش. حالا بجز این معیارها، یه نظام موجه باید برای توجیه خودش اصل مرجع داشته باشه که این معیارها روی اون اصل مرجع سوار میشن. ولی نظام باید بتونه که این اصل رو هم درون خودش، هم در درون خودش، هم در محتوای خودش، یعنی هم در اون بد به خلق خودش همواره موجه کنه. حالا خود اصل مرجع نه از قواعد عقلی بدیهی میاد، نه از قواعد تجربی، بلکه یه تجویز معنابخشی میده به کل نظام. در واقع اینجا عمل مبارزه برای زیستن معنادار و موجهه که اصل مرجع. حالا شاید خود اصل مرجع بعداً توی تنش‌های درونی و بیرونی نظام بازارایی بشه، فرو بپاشه، دوباره ساخته بشه، ولی حتی شاید خود اصل مرجع بعداً از بین بره، ولی موضوع داشتن اصل مرجع، یعنی اون هویت موجه سازشه، هویت نظام بخشش که در نظام مهمه که حتما اصل مرجع داشته. چون ذیل اصل مرجعه که در واقع هر شکلی از امتناع، حالا تناقض، تضاد، حاشیه، تباین، استثناء، خنثی، همه اینا ذیل اصل مرجعه که رفع میشه. چون گفتیم که پلاستیسیته نظام ارتباط و سازگاری درونی بین همه گزاره‌هاش رو هم در بر داره. پس رابطه بین گزاره‌ها این همان یا نا این همان نیست، فقط که اگه چیزی تضاد داشت یا با اون یکی سازگار نبود، گزاره ناسازگار رو بیرون بذاریم. هیچ دو چیزی مطلقاً این همان یا مطلقاً نا این همان نیستن. پلاستیسیته یعنی همین همزمان هر دو سمت رو به اضافه همه طیف‌ها و محورها رو در خودش بتونه حفظ کنه، همزمان که انسجام و سازگاریش هم حفظ شه. پس رابطه بین گزارها هم طیفیه، هم میتونه تداخل ایجاد کنه، هم همزمان نفی کننده باشه و تصدیق هم بکنه. ضمن اینکه میتونه شدت هم ببخشه، یعنی اشتدادی باشه، یعنی فقط رابطه امتدادی و کمی نیست. خب نظام تمثیلات میتونه بی نهایت گزاره داشته باشه، ولی وقتی میخوایم انسجام درونی گزاره‌ها رو بسنجیم، باید ناچارن یه گزاره‌های محدودی رو ارزیابی کنیم. حالا اینکه روش ارزیابی و شرط موجه بودن نظام تمثیلات چطوره رو تو بخش
معرفت شناسی مفصل گفته، اینجا فقط کارکرد منطقی رو برای موجه کردن گزاره ها نام برده، یعنی 5 تا شرط رو عنوان کرده برای موجه بودن گزاره های نظام. اول معیار پلاستیکه که جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم که تا اونجا که به بحث کارکردش توی منطق برمیگرده، معیار صدق پلاستیک جامع وجوه موجه و رافع وجوه ناموجه همون 4 تا معیار صدقه، یا به نوعی خارج کردن اونها از یک دانگیشون یا انسدادشون. دومی سخنپذیریه، یعنی دومین شرط موجه بودن منطق نظام سخنپذیریه، یعنی اینکه هیچ بخشی از نظام موجه نمیتونه غیر قابل بیان باشه. حتی وقتی از امر بیان ناپذیر، مثلا تجربه بیواسطه حرف میزنه، این بیان ناپذیری باید به بیان بیاد که اینجا این اصل رو از منظر مجموع گزارهای نظام تمثیلات باید لحاظ کرد. سومی گشودگی. نظام تمثیلات موجه باید از تنش استقبال کنه، یعنی در واقع به تنش گشوده باشه، چه تنش درونی که از حرکت و تنفس درونی خودش ناشی میشه، چه بیرونی که به واسطه ارتباطش با سایر نظام ها ایجاد میشه. گشودگی هم با انعطاف پذیری پست مدرنیستی واگرا فرق داره. انعطاف پذیری یه گشودگی یه جانبه است که چون فقط یه وجه داره به تعهد و مسئولیت پذیری منجر نمیشه، اتفاقا تجلی ایدئولوژی نیهیلیستیه. حالا همونطور که مالابو میگه، یه نقل قولی از مالابو صفحه 175، اینجا میگه که انعطاف پذیری تجسد ایدئولوژیک پلاستیسیته است، هم نقاب آن، هم انحراف آن و هم مصادره آن. خب در واقع با این نقل قولی که از مالابو میاره، این میخواد بگه این پلاستیسیته که خودش میتونه امکان رهایی بخشی داشته باشه، تو بستر ایدئولوژیک پست مدرن به یه جسدی محدود شده، تقلیل پیدا کرده که فقط وجه انعطاف پذیریشه که مورد استفاده قرار گرفته یا دیده شده. در واقع اون ایده اصلی پلاستیسیته هم مخفی شده، هم به انحراف کشیده شده و هم مصادره شده. خب معیار بعدی برای موجه بودن منطقه نظام موجه، در واقع 4مین معیار موضع گیریه. یه نظام موجه باید در مورد همه چیز موضع داشته باشه و بتونه موضعش رو بیان کنه. در واقع حالا بعضی گزاره‌ها هستن که نظام موجه میتونه در موردشون حرف نزنه، ولی همین تصمیم برای موضع نگرفتن و حرف نزدن هم و مرزهاش رو که تا کجاست رو باید نشون بده و این خودش یه جور، خود این حرف نزدن و موضع گیری نکردن هم یک جور موضع گیریه. و معیار نهایی که گفته 5مین شرط، یعنی در واقع دلالتگری پلاستیکه که به نوعی همه انواع دلالتگری ها رو اینجا جمع میکنه و رفع میکنه با هم، یعنی هم معنای سوری گزاره ها، هم مفهوم و کارکرد کلمات متغیره و در سیلان، و این سیلان اونقدر هم زیاد و افراطی نیست که کلا گزاره ها یا بی‌معناشن یا از اونور صلب و ثابت شن. خب در نهایت هم میگه که بی نهایت نظام تمثیلات موجه میتونه ممکن باشه که این نظام هم تلاش میکنه یکی از اونها باشه. این سطح اول منطق آلیاژی بود که برای گفتگو، برای ارتباط با نظام‌های هم پروبلماتیک در واقع استفاده میشه، و سطح دوم منطق آلیاژی که میشه گفتگوی نظام با دیگر نظام‌ها و انواع نظام‌های تمثیلات و منطق بیرونیش رو که دیگه سبا جان نیست برم بخوره. ممنونم علی. قبل از اینکه اون بخش رو شروع کنم، یه سوال برام پیش اومده از همین بخشی که گفتی صفحه 174، اینکه ما تا اینجای فصل در مورد اون 4 تا معیار صحبت کردیم که میاد و اینجا جمع میشه
احیا میشه، به نوعی از انسداد خارج میشه. ولی تو صفحه 174 به این 3 تا اشاره شده. بعد یهو میاد بحث اصل مرجع و وارد بحث میکنه که ناآشناییم با این اصطلاح یا مفهوم. حالا اگه به نظر توضیح اینجا لازم. من چیزی که به نظرم میرسه، اتفاقا من فکر کردم اون اصل مرجع میتونه به نوعی، چون که همون مبارزه است برای زیستن و این مبارزه گره میخوره با عمل و در واقع میشه این رو پیوند داد با همون پراگماتیستی پلاستیک در واقع و همون معیار 4، اونجا نه پراگماتیستی پلاستیک با تمام نقدهایی که به معیار پراگماتیستی و یک جانبگیش در واقع در عین مترقی بودنش وارده، این اصل مرجع میتونه به نوعی همون هم باشه. حالا اینو هم من برای خودم یادداشت کرده بودم. میتونه همون معیار پراگماتیستی باشه که در واقع یه مبنایی میشه و یه مرجعی میشه بین این که نظام و تمام معیارهای دیگه روی همین عمل یا در واقع زیستن به مثابه مبارزه. من اینطوری میفهمم اصل مرجع. حالا من نمیدونم دوستان دیگه هم میتونن در انتها وارد بحث شن و نظرشون. ممنون. خب حالا وارد بحث منطق بیرونی میشیم. منطق درونی رو که پری توضیح داد و این منطق بیرونی یعنی رابطه بین نظام‌های تمثیلات. وقتی میگیم نظام تمثیلات، ما بیشمار نظام‌های تمثیلات داریم، چه موجه چه غیر موجه، و هر نظام موجهی هم نباید خیلی خیالش راحت باشه که من موجه میمانم. هر آن ممکنه سقوط کنه در اون غیر موجه شدن. در این حال که هر نظام غیر موجهی میتونیم بهش امیدوار باشیم که به یک نظام موجه تبدیل بشه. اما باید این رو هم در نظر داشته باشیم اگه یه نظام ناموجه بخواد موجه بشه، خیلی از بنیانهاش فرو میپاشه. یعنی باید بپذیرید که چنین هزینه‌ای رو بده. و در این حال به این نکته دیگه هم اشاره میکنه. پس این 2 نکته رو میگه مؤلف. نکته سوم اینه که باید حواسمون باشه که هیچ نظام تمثیلاتی نیست که در خودش فرو بسته باشه. همه نظام‌های تمثیلات ارتباطی با نظام‌های تمثیلات دیگه دارن، خصوصی مطلق نیستن، اما نوع رابطهشون با هم دیگه فرق میکنه. مثلا 3 مورد رو اینجا میاره که یا رابطهشون از نوع نظام تمثیلات ناموجه با یه نظام تمثیلات ناموجهه، یا از نوع اینه که نظام تمثیلات موجهی وارد گفتگو میشه با یه نظام تمثیلات ناموجه، یا اینکه 2 تا نظام تمثیلات هر دو موجه هستن، نوع ارتباطشون به این شکله. توی مورد اول که هر 2 تا ناموجه باشن، این خب مسئله ما هم نیست، چون که کتاب خودش جزو نظام‌های تمثیلات موجه به واسطه اون 5 تا شرطی که برای موجه بودن داشتیم. و از طرفی هم مورد بعدی اینه که مشکل اینجاست که نظام‌های تمثیلات ناموجه وقتی هر 2 طرف ناموجهن اصلا وارد گفتگو با هم نمیشن، و اگر هم وارد گفتگو بشن گفتگوشون سازنده نیست، صرفاً تخریب کننده است. حالا شاید یکی بگه خب چه بهتر یه نظام تمثیلات ناموجه به واسطه یه نظام تمثیلات ناموجه دیگه تخریب بشه، چی از این بهتر؟ این همون چیزیه که ما مثلا تو شرایط سیاسی میبینیم که مثلا یک نظام سیاسی ناموجه هست و مخالفش هم هست که اونم ناموجهه و یکی به واسطه دیگری از دست میره و اتفاقا نظامی که حاکم میشه ناموجه تر از قبلی ممکنه باشه و این میشه همون بحث پشیمانی بعد از انقلاب ها، بعضی از انقلاب. یا این که اصلا وارد ساعت گفتگو نمیشن، میشن مونولوگ، همون موردی که خودت هم اشاره کردی، اصلا حرفی برای گفتن نیست، هر کی در مورد مبانی خودش حرف میزنه و بعد تمام شد. اینجا هیچ ارتباطی، هیچ گفتگویی شکل نمیگیره. یا اینکه یه حالت دیگه هم میتونه باشه که اگر 2 تا نظام تمثیلات ناموجه باشن، یه نظام تمثیلات موجه بیاد اینا رو بنشونه سر میز و کمک کنه که این 2 تا موجه بشن. مثل شرایطی که مثلا ما یک نظام حاکم ناموجه داریم و در مقابلش اون اپوزیسیون های ناموجه تر رو داریم. حالا چه باید کرد؟ باید یک جریان سیاسی سومی که موجه بیاد و اینها رو به نوعی موجه بکنه و وارد گفتگو بکنه. وقتی من میگم موجه،
اون بحث موجه سازی مطرح میشه. یعنی چی موجه کردن؟ اینجا تو 3 سطح بحث موجه سازی رو بهش اشاره میکنه. یکی این که یه نظام تمثیلاتی که ناموجهه از اون ناموجه بودنش کاسته بشه، این میشه موجه سازی. یا اینکه اصلا این نظام ناموجه تبدیل بشه به یک نظام موجه که گفتیم هزینه‌ش هم بالاست. یک حالت دیگه هم داره که بهش برمیگردیم و اونم اینه که یه نظام موجه‌تر و غنی‌تر بشه. این رو هم باید در نظر داشت که میرسیم بهش، که این میشه همین مورد دوم. اگر که حالت گفتگو بین 2 نظام تمثیلات موجه باشه، این دیگه بهترین حالت، ایدئال ترین حالته که 2 نظام موجه بیان و وارد گفتگو بشن، چون که نسبت به هم گشودن، همون معیارهای موجه بودنی که پری بهشون اشاره کرد، اون 5 رو دارن. حالا نشستن میخوام با هم دیگه وارد گفتگو بشن. گفتگو اینها سازنده است چون نسبت به هم گشوده هستن. به همین خاطر غنابخشه، بنابراین موجه ترشون میکنه. پس اینجا میریم وارد سطح 3 موجه سازی میشیم که به نوعی غنی‌تر شدن نظام‌های موجه. و این خیلی مهمه. چرا؟ چون میرسه به یک هم‌افزایی. و چرا این هم‌افزایی مهمه؟ از این جهت که فراتر میره از اون فردگرایی، در اون سولیپسیسم نمیمونه، فرا میره و همین خاطر به دیگری و جمع ارزش بخشیده میشه توی این نگاه. در این حال از اون سوژه تکین هم ارزش زدایی نمیشه، همونطور که در صفحه 178 اشاره کرد. بنابراین یک امکان ایجاد میشه برای خلق یک نظام تمثیلات سیاسی مبارزاتی تازه، یعنی از آمیزش این 2 به نوعی از هم‌افزایی این 2 میتونه یک نظام دیگر حتی خلق بشه که به نظر من این دیگه فراتر میره از موجه سازی، یه شکلی از خلق پیدا میکنه. و مورد دوم این که کمک میکنه که ارتباط به حالت پلاستیک برقرار بشه بین این 2 نظام. و حالا اینجا مؤلف اشاره میکنه که از دیالوگ میتونه فراتر بره به ساحت پولیلوگ و حتی از پولیلوگ هم فراتر بره، که واقعیتش من هیچ تصوری از فرا رفتن از پولیلوگ ندارم که بخوام در موردش صحبت کنم. شاید دوستان بگن که خب چقدر عالیه، چه فضای خوبی در گفتگوی بین 2 نظام تمثیلات موجه. اما واقعیتش اینه که همونطور که مؤلف هم اشاره میکنه، این یک گفتگوی شدیداً انتقادیه. به این معنی نیست که همه چیز گل و بلبله اینجا، اما به سمت تخاصم هم نمیره چون گشوده هستن و اون معیارها رو میپذیرن. حالا میرسیم به اون حالت 3 ارتباط بین نظام‌های تمثیلات که نظام تمثیلات موجه با نظام تمثیلات ناموجه، که این همونطور که مؤلف میگه عاجل ترین شکلشه. چرا عاجل ترینه؟ چون که اکثر نظام‌های تمثیلات ناموجهن، به همین خاطر ما باید بریم روی این بخش بایستیم و درجات مختلفی هم از ناموجه بودن رو داره. اما چیزی که حساس میکنه این شکل از ارتباط رو، اون نحوه مواجهه است. چون ما الان یه نظام تمثیلات موجه داریم و نظام تمثیلات ناموجه که اینها میخوان وارد گفتگو با هم بشن. چی حساسه؟ چی زنگ خطره؟ این که این نظام تمثیلات موجه در این گفتگو تبدیل بشه به نظام تمثیلات ناموجه، چون همونطور که گفتیم هیچ نظام تمثیلات موجهی مسئول از خطر ناموجه شدن نیست. چرا ممکنه این اتفاق بیفته؟ چون اون صلح بودن، اون سرکوبگری نظام تمثیلات ناموجه ممکنه این نظام تمثیلات موجه رو ببره تو سمت گاردی که توش خشونت هست، فروبستگی هست و حتی ممکنه به شکلی از فریبکاری دچار بشه. بنابراین یک نظام تمثیلات موجه مبارزش 2 سویه است. از چه جهت؟ اینکه یه سویش برمیگرده به خودش که باید حواسش باشه که اون مکانیسم های غیر موجه توش فعال نشه، یعنی اون مکانیسم جزمی واکنشی و اون گرایشاتی که در اون نگاه خشونت آمیز هست و همیشه در کمین هر نظام موجهیه. و در ساحت دوم مبارزش با اون نظام ناموجهه و اتفاقا تو ساحت اول
این سخت‌تره. حفظ این که من ناموجه نشم با توجه به اون شرایط که به نظرم این رو باید یه جوری نوشت و نگه داشت که این خطر در کمین هر نظامیه، حتی این نظامی که اینجا با شکل موجه ارائه میشه. خب حالا سوال اینجاست، ما گفتیم که 3 شکل از گفتگو داریم، هر 3 تاشو گفتیم. حالا سوال اینجاست که ما گفتگو رو از کجا شروع کنیم؟ این کاملا بدیهیه که ما باید گفتگو رو از مشترکات شروع بکنیم، از اون جایی که با همدیگه مرز همپوشان داریم، که چه بهتره که این مرز همپوشان بنیانهای یا مبانی اون نظام ناموجه باشن. این جاییه که منطق این اثر متفاوت از هر شکلی از به نظرم منطق میشه، که من بیام از مبانی که به نوعی اون نظام ناموجه داره از اون شروع کنم که مشترک با خودم هست، که این میشه یه گفتگوی مؤثر و سازنده. اما همیشه هم این شکلی نیست. همیشه مبانی اون سرزمین‌های همپوشان اون ساحت مبانی نیستن، بلکه تو ساحت سطوح فرعی و ظاهری و اینها هستن که اینجا گفتگو دشوار میشه. یه حالت سومی هم هست که رابطه‌ایه که 2 تا نظام در حالت تباین با هم وجود دارن، که همونطور که قبلا گفتیم با توجه به اون 3 تا مسئله که اول بحث مطرح کردم، هر نظام تمثیلاتی با نظام‌های تمثیلات دیگه ارتباط داره، ازشون تاثیر میپذیره، روشون تاثیر میگذاره. به همین خاطر ما هیچ شکلی از رابطه تباینی نداریم اینجا بین نظام‌ها. اما فرض بگیریم به فرض محال که چنین نظام‌هایی هم هستن که هیچ مرز مشترکی ندارن، رابطه تباینیه، همینطور پیش میره. در این صورت واقعیتش اصلا گفتگو شکل نمیگیره، چیزی نیست که بخوان در موردش صحبت بکنن با هم دیگه. برای مسئله از پیش رفت میشه. میایم سراغ این که شما تصور کن 2 تا نظام داریم، یه موجه یه ناموجه، که اینا حداقل همپوشانی رو دارن، چه در سطح کمیش تعداد گزارهای مشترک، چه در سطح کیفیش که برمیگرده به اون مبانی و سطوح ظاهری. این شکل از ارتباط خیلی مستعد ورود به شکلی از تخاصمه. خب حالا اگر که 2 تا نظام ناموجه هم باشن و حداقل مرز همپوشان رو هم با هم داشته باشن، قطعاً به شکلی از تخاصم میرسه از هر 2 طرف. همونطور که ما در مثلا قرون وسطی بین دین و علم داشتیم و بعد در دوره روشنگری بین علم و دین این اتفاق افتاد، و شکل‌های دیگه از تخاصم در جنگ‌های دینی مثل جنگ‌های صلیبی که اتفاق افتاد با مسلمان. خب حالا ما برمیگردیم باز به بخش اول. تصور کنیم که این نظام موجه داریم، یه نظام ناموجه. چیکار کنیم که این گفتگو شکل بگیره؟ بر اساس چه منطقی باید پیش بریم؟ که البته پاسخ اینجا منطق پلاستیکه، ولی اجازه بدید که بیشتر صحبت کنم در این مورد. برای هر شکلی از گفتگویی که موجه ساز بخواد باشه، اون نظام تمثیلات موجه باید فداکاری بکنه، و اون فداکاری چیه؟ همونطور که قبلا گفتم، بیاد با مبانی اون نظام تمثیلات ناموجه شروع بکنه، یعنی بره تو زمین رقیب به نوعی. اینجا دیگه رقیب حساب نمیشه، مبانیش رو به عنوان مبانی خودش میپذیره، در این حال که با اون مبانی به نوعی با مبانی خودش مغایرت ممکنه داشته باشه، ممکنه باشون کاملا مخالف باشه، اما چون میخواد گفتگو ایجاد بشه میره و از اون شروع میکنه. از طرف دیگه باید خصلت پلاستیک داشته باشه، همونطور که گفتیم، وگرنه دچار افتادن در گودال جدل میشه. چرا؟ چون جدل هم میاد از مبانی طرف مقابل شروع میکنه، اما نه برای اینکه اون رو موجه کنه یا قنا ببخشه، بلکه میخواد بزنش. به نوعی تظاهر میکنه که من با تو هم، از مبانی تو شروع میکنم، اما هدفش اینه که تو رو بزنه. چرا؟ تا بتونه خودش رو تصدیق بکنه. اینجا به نوعی داره از خصمش نیرو میگیره، با زدنش نیرو میگیره.
خب این اتفاق توی نظام‌های تمثیلات جذمی میفته، چون هیچ نظام تمثیلات جذمی حاضر نیست که مبانیش رو زیر پا بذاره، حاضر نیست که از مبانی طرف مقابل شروع بکنه، مگر اینکه اون مبانی با مبانی خودش همپوشان باشن. خب حالا برمیگردیم به اون مسئله اصلیمون. در شرایطی که ما حداقل همپوشانی رو داریم، اون نظام تمثیلات باید بتونه اون فقدان رو پر بکنه و با اون ایستادن روی پلاستیک بحث و گشوده بودن روی اون طرف مقابل بیاد و این گفتگو رو درونی بکنه و به نوعی پردازشش بکنه، که اینجا مؤلف میاد و یه بحثی رو مطرح میکنه از کتاب پرتاب‌های فلسفه، بخش نقد درونزا، این که من چگونه میتوانم دیگری را در گفتگو درونی کنم، که البته اصول مبارزه از اون نقد درونزا هم فراتر میره، چون اون نقد درونزا ایستاده بر دیالکتیک هگلیه و این فراتر میره از اون دیالکتیک. حالا من از روی متن یه بخشش رو میخونم، صفحه 180. میگه که یک نظام موجه باید به جای نشان دادن عدم مطابقت نتایج رقیب با معیارهای خود منتقد، عدم سازگاری میان نتایج رقیب با معیارهای خود رقیب رو نشون بده. یعنی بیاد و با معیارهای رقیب شروع بکنه. این میشه نقد حقیقی، که توی این نقد رقیب نفی نمیشه، خود تصدیق نمیشه، بلکه قرار خود منتقد مثل خود رقیبش رفع بشن توی این دیالکتیک. بنابراین نمیافتیم توی دام جزم‌اندیشی، نمیافتیم توی دام نسبی گرایی که نقد رو ناممکن میکنه. پس این نقد درونزا نقدیه که خواب همگان رو برآشفته میکنه، حتی خواب خود منتقد رو. همونطور که گفتم اینجا اشاره هم شده که میسته روی دیالکتیک هگل، اما اون مشکل اصلی دیالکتیک هگل رو ما توی اصول مبارزه رفع میشه دیگه. چرا؟ چون که قبلا هم گفتیم توی دیالکتیک هگل ما میمونیم تو سطح تناقض، نمیتونه دیگری رو به شکل دیگری به رسمیت بشناسه و نمیتونه خود تناقض رو تاب بیاره، باید بیاد این تناقض رو رفع بکنه. اما ما اینجا اجتماع نقیضه این رو هم داریم توی منطق آلیاژی. خب حالا برمیگردم به همون بحثی که در موردش صحبت کردیم، بحث فداکاری، شروع کردن از مبانی اون نظام تمثیلات ناموجه، مبانی که حتی تو باور نداری بهشون، حتی در تقابل با مبانی خودت هستن. حالا سوال اینجاست، حد این کجاست؟ من تا کجا باید این فداکاری رو انجام بدم؟ و اگر امکان داره تا چه حد من جایزم این کار رو انجام بدم؟ پاسخی که مؤلف در صفحه 182 به این پرسش میده، میگه که این دشوارتر از حد تصور ماست، که من کاملا باش موافقم. چون هر نظام تمثیلاتی تمایل داره که جذمی بشه. چرا؟ چون که میخواد اون چیزایی که داره نگه داره، اون امور پیشینیش، اون مبانیش رو میخواد حفظ بکنه. اما ما اینجا داشتیم میگفتیم که تو باید فداکاری کنی، یه پذیرش غیر ریاکارانه داشته باشی. من اینجا به نظرم میرسه که یه صحبتی اضافه کنم بد نیست. من وقتی متن رو میخوندم به ذهنم میومد که خب من چطوری از مبانی طرف مقابل وقتی با مبانی خودم ناسازگارن شروع کنم؟ چطور میتونم این همدلی رو با او داشته باشم؟ چون اینجا میگه باید پذیرش غیر ریاکارانه باشه. من میتونم بگم حالا میام با این فعلا ادای اینو در میارم که من از مبانی تو رو پذیرفتم. چطور میشه به این پذیرش غیر ریاکارانه برسیم؟ بعد یه لحظه به ذهنم رسید خب من اگر بپذیرم که همه این داستان هاست، همه اینا داستانه، همه اینا روایته و تمام این نظام ها تمثیلن، اون وقت دیگه خیلی نمیچسبم به مبانی خودم، چون در سطح قصه میبینم همه این نظام ها رو و این کمک میکنه که من نسبت به دیگری و مبانیش گشوده بشم و بپذیرم بدون اینکه ریاکاری در این بین باشه. در این حال که قرارم نیست که خودم رو وا بدم و همه مبانیمو رها بکنم. نه، اون مبانی رو دارم، ممکنه حالت تعلیقم بگذارمش و این میشه همون منطق آلیاژی که با هم در موردش صحبت کردیم. خب بنابراین ما وارد یک لاین موجه سازی شدیم
که همونطور که قبلا گفتم موجه سازی 3 سطح داشت، اما اینجا بیاد موجه سازی رو تعریف هم میکنه. میگه وقتی من میگم موجه سازی، این موجه سازی یکی به معنی اینه که تغییر پیدا کنه، موجه ساختن به معنی تغییر دادن، یکی این که این موجه کردن به معنی توجیه کردن و دلالت آوردن باشه، یعنی که من بیام دفاع کنم از اون مبانی که باهاشون حتی موافق هم نیستم، چون گفتیم باید بپذیرش. چرا باید این نظام تمثیلات موجه این کارو بکنه؟ چرا باید این دردسر رو برای خودش بخره؟ به خاطر اینکه از نگاه مؤلف این رسالت نظام تمثیلات موجهه. تو اصلا مسئولیت اینه که این کار رو انجام بدی. اگه این کار رو انجام ندی زیر سوال میری. اون 5 شرطت خدشه بهش وارد میشه، بنابراین ناموجه میشی، به اون سمت حرکت میکنی. اما این دشواره. چرا دشواره؟ چون هر نظام تمثیلاتی 3 تا خلق و خو داره، 3 تا عادت داره. یکیش اینی که میخواد از خودش محافظت کنه بر اساس اون کناتوسی که هر نظامی داره. یکی دیگه این که میخواد زود پیروز بشه توی بحث، سریع به نتیجه برسه. و مورد سوم این که قضاش رو، قوتش رو از دشمن تراشی میگیره، مثلا اون بحثی که توی جدل بود. حالا این نظام تمثیلات اصول مبارزه که این نظام تمثیلات موجهه میاد این 3 تا عادت رو به چالش میکشه. میگه که درسته، ما میگیم که ما باید مقاومت کنیم در مقابل نظام تمثیلات ناموجه، اما این مقاومت به معنی این نیست که من در ساحت کناتوس بخوام خودم رو حفظ کنم، بلکه مقاومت در اینجا به معنی اینه که 3 تا سطح میاره برای مقاومت. این که من حواسم باشه مقاومت کنم در برابر میل درونیم به جذمی شدن واکنشی، یعنی من طرف مقابلم شروع کرده به تخریب، شروع کرده به سرکوب، من باید حواسم باشه در واکنش به این جذمی نشم و خودم رو گشوده نگه دارم. و اینکه مقاومت کنم در برابر اینکه خصومت متقابل داشته باشم نسبت به طرف مقابل، یعنی منم وارد رابطه خصم‌آمیز بشم با اون. و این باعث میشه که من ناامید بشم از گفتگو، نه تنها از گفتگو با این نظام بلکه با سایر نظام‌ها. و من باید مقاومت کنم در مقابل این ناامیدی. و مورد سوم این که من باید مقاومت بکنم که در برابر حملات طرف دیگه بیام روی کناتوس خودم بایستم، یعنی برای حفظ خودم این مقاومت رو انجام بدم، در حالی که این مقاومت باید برای حراست و صیانت از دستاوردهای این نظام موجه باشه. کدوم دستاوردها؟ همون 5 شرطی که پری هم بهش اشاره کرد. یعنی باید بتونه اینها رو ازشون حراست بکنه. خب این مباحث توی بحث سیاست باز میشن، اینجا فقط بهشون اشاره میشه و اونجا که برسیم میتونیم در موردشون بیشتر صحبت بکنیم توی بحث سرکوب‌های سیاسی و غیره. اما صفحه 183 میاد مطلب دیگه هم معرفی میکنه. میگه که همونطور که ما گفتیم ما اینجا یه دیالوگ داشتیم، 2 طرف داشتیم که وارد گفتگو میشدن، موجه، ناموجه و موجه و ناموجه. اما ما میتونیم همونطور که گفتیم این نظام تمثیلات با کلی نظام‌های تمثیلات دیگه ارتباط داره، میتونیم این گفتگو رو از حالت دیالوگ ببریم به حالت پلیلوگ، یعنی چندگانش کنیم و مجموعی از گفتگوها خواهیم داشت که منطق خاص خودش رو هم میطلبه. حالا اینجا نظام تمثیلات موجه میتونه یه کاری انجام بده که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. اینکه بیاد و همه نظام‌های، حالا اون چند نظام تمثیلات رو که حتی ناموجه هم هستن سر میز بنشونه و اینها رو وارد پلیلوگ بکنه و گفتیم این اصلا رسالت یک نظام تمثیلات موجه هم هست. خب این نظام‌های تمثیلاتی که اومدن سر میز نشستن همینطوری نمیشه آوردشون سر میز نشوندشون. همونطور که گفتیم برای آغاز گفتگو، حتی گفتگوی چندگانه، ما باید سرزمین‌های همپوشان داشته باشیم، زبان مشترک، مبانی مشترک، مسائل مشترک، روابط مشترک با نظام‌های دیگه هم.
بنابراین این اشتراک ها باید در نظر گرفته بشه برای نشاندن این نظام ها دور هم. اما اگر یه نظام تمثیلات موجه دیگری هم نبود، گفتیم میتونه به صورت مستقل بدون وابستگی به سایر نظام‌های تمثیلات هم با خودش وارد گفتگو بشه. اما برای اینکه بره به سطح بالاتر یعنی کجا؟ یعنی اون سطحی که گفتیم موجه‌تر بشه، غنی‌تر بشه. برای اینکه بتونه موجه‌تر بشه و غنی‌تر بشه، لازمه که وارد این سطح از گفتگوی چندگانه هم بشه. فقط در اون ساحت مستقل نمونه. خب حالا میرسیم صفحه 184 آخر پاراگراف که نکته مهمی رو اشاره میکنه. میگه ما تا اینجا که اومدیم، تا اینجای بحث، در مورد نوعی منطق چند ارزشی همگرا صحبت کردیم که اسمش چی بود؟ منطق آلیاژی. این منطق آلیاژی چی باعث میشه که همگرا بشه؟ منطق چند ارزشی همگرا بشه. یکی اون محوریت موجه ساز رابطه که در مورد صحبت کردیم که این موجه سازی هم در دو معنای توجیه، دفاع یا تغییر دادن بود و اون سه سطح موجه سازی که بهشون اشاره کردیم. و هم اون بحث پذیرش پلاستیک مبانی طرف مقابل. من اگر مبانی طرف مقابل رو بپذیرم به صورت پلاستیک و در عین حال بخوام موجهش بکنم، اینجا باعث میشه که این پلیلوگه همگرا بشه. بنابراین این منطقش در حالت واگرا قرار نمیگیره، چند ارزشیست ولی همگرا. و البته در نظام هایی که ناموجه هستن حاضرن که از بین برن، نابود بشن، ولی تن ندن به این که بخوان از مبانی طرف مقابلشون شروع بکنن، که نمونهش رو اینجا بهش اشاره میکنه. نظام های ناموجه، نظام های جزمی که در خودشون فروبسته میمانند، مثل بحثی که در ادیان داریم که اینجا من کاملا موافقم که آتئیسم رو هم شکلی از دین در نظر میگیره که اینها فروبسته در خود میمانند و نمیتونن به اون پلیلوگ برسن. ولی مورد مخصوص دیگه میزنه در ساحت طب که میان ما انواع طب داریم، مدرن و سنتی و چینی و هندی و سوجوک و غیره، که اینا هر کدومشون یه ساختار دارن، برای یک بیماری های خوبن جواب میدن، برای یه جاهایی هم جواب نمیدن. و نوع مواجهه این طب ها با هم دیگه از نوع اینه که هر کدوم فروبسته در خود باقی میمونه، مگر اینکه حالا در ادامه توضیح میدم یه شکلی از آمیزش اینها هم شکل میگیره. اما چیزی که هست، ما در مواجهه با این طب ها یا مثلا میریم طرف طب مدرن، میگیم دیگه من فقط طب مدرن رو قبول دارم، سایر طب ها رو میذاریم کنار که مثلا من خودم یکی از اینا بودم و بعد از اصول مبارزه نگاهم تغییر پیدا کرد و این باعث میشه که فرد جزمی بشه. یا اینکه نه، طرف میگه که خب نه، همه اینا هر کدوم دارن یک جای کارو میگیرن، یه جای کار موثرن، بنابراین میفته در یک کثرت‌گرایی که نتیجهش میشه اون درمان‌های من درآوردی خانگی که این جوشون در بخور اون جوشون در بخور، یا همون تبلیغات اینستاگرامی. بنابراین تو این دوتا دام میفته. چرا؟ چون که هر کدوم از این نظام‌ها اینقدر ساختارشون با هم دیگه متفاوته که نمیتونیم به نوع اینها رو بیاریم و اون سرزمین‌های همپوشانشون رو به نوعی بیاریم و آمیزش ایجاد کنیم. هرچند که این کار رو انجام میدن کسایی که تخصصشو دارن، میان و به نوعی مثلا اون طب سنتی رو میارن وارد طب مدرنش میکنن به شکل تازه‌ای، اما اینجا اتفاقی که میفته دیگه اون نظام دیگه رفع میشه، اینجا اون خودش باقی نمیمونه، میاد در این دیگری رفع میشه، در حالی که ما میخوایم دیگری رفع نشه، بلکه دیگری رو میخوایم موجه بکنیم. یعنی میخوایم بریم تو ساحت تعامل و این که ما درسته بیایم کمک کنیم که این نظام ها با هم دیگه اثر بخشیاشون با هم دیگه در نظر گرفته بشه و از اون حالت یک جانبگی در بیایم، این کار خوبیه. اما این همکاری بین نظام ها فقط میشه سطح اولیه‌ای که اون
تعامل پلاستیک روش میسته، ولی از این فرا میره. به نوعی میخواد امکانات طرف مقابل رو احیا بکنه، نه اینکه اون رو رفع بکنه. و بعد اینجا مؤلف میاد میگه که توی اون نظام تمثیلات موجه ما میتونیم تصور یک تب پلاستیک جامع داشته باشیم، یعنی همه اینها سر میز نشستن با همون ساختارهای متفاوتشون بدون که یکی در دیگری حل بشه، که من واقعا تصوری ندارم که آیا چنین چیزی ممکنه. و نقدی هم دارم توی این بخش که با توجه به تخصص گرایی که توی دوره ما هست، چقدر فرد توانایی داره که تمام این تب‌ها رو مثلا یاد بگیره و با مبانیشون آشنا باشه که بعد بتونه یک تب پلاستیک جامع ارائه بده. آیا اصلا چنین چیزی امکانش هست؟ حالا نه فقط در ساحت تب، در ساحت ادیان یا ساحات دیگه که ما بتونیم مبانی یک نظام دیگر رو، نظام‌های دیگر رو زیست بکنیم و بعد بیاریم وارد یک پلیلوگ بکنیم. این نیاز به تخصص چند جانبه و به نظرم زمان زیادی داره، مگر اینکه مسائل خاصی از اونها انتخاب بشه و بریم روی همون مباحث مشترکشون. حالا میشه در مورد اینم توی بخش دوم گفتگو صحبت بکنیم. بعد یه مثال دیگه میاره در مورد اینکه تصور کنید یه فردی سر داره، طب مدرن بهش دارو میده پزشک و این علائمش کاهش پیدا میکنه حملاتش، اما یکی بهش میگه که آقا برو مثلا جنوب، اونجا مراسم زار رو جنگیری رو برات انجام میدن درست میشه. این طرف هم میره و سرش کلا برطرف میشه، نه اینکه علائمش کاهش پیدا کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یا فرد اگر که نگاهش این باشه که نه اینا خرافه است و این دروغه و میگه تصادف بود دیگه، یه اتفاقی افتاد اونجا تصادفی این بهبود پیدا کرد، این یه نتیجه میشه گرفت. یکی که بگی نه این حقیقت پیش اوناست، راه درست پیش اوناست و به نوعی سرسپرده این روش بشی یا اون نگاه بشی. مثل اینه که طرف تغییر دین میده، یعنی یه چیزی، یه اتفاقی میفته توی یه دین دیگه‌ای براش و بعد کامل سرسپرده اون دین میشه. چقدر این موجهه؟ این اصلا موجه نیست. اینکه تو به واسطه اینکه یه چیزی اینجا جواب نمیداد یه جای دیگه جواب میداد بیای و سرسپرده یک نظام تمثیلات ناموجه دیگه بشی. انگار اینجا میگه از چاله به چاه میفتی. چرا؟ چون که ما وقتی یه تجربه نقض کننده داریم، یه تجربه که با تجربه های زیاد دیگه همون فرق میکنه، این رو نباید بگذاریم بر اساس اینکه خب حالا اگه این تجربه برای من اتفاق افتاد توی یک نظام تمثیلات ناموجه، این به این معنی که اون نظام تمثیلات ناموجه برای من حقانیت پیدا کنه. نه، یه تجربه نقض کننده باید به من اینو نشون بده که تمام نظام‌های تمثیلات ناتمامن، ناقصن، چه این برش چه اون برش، نه اینکه بیفتم توی یک نظام تمثیلات دیگه که ناموجه هم هست و دچار جزمیت و یک جانبگی بشه. یه موردی هم بود قبلا هم بهش اشاره کردم، حتی در تغییر دین فرد جزمی‌تر میشه نسبت به دین جدید، چون که فکر میکنه دیگه رسیدم به اون حقیقت، رسیدم به اون حقانیت. خب در این مورد که صحبت کردیم، حالا از پری میخوام که بحث دیگه ای رو مطرح بکنه، یه شکل دیگه ای از منطق به اسم منطق خفی بازبینی شده، قیاس خفی بازبینی شده. مرسی. دیگه از اینجا بعد بحث خیلی انتزاعی ترم میشه. خب اینجا اومدیم بعد از طرح کلی منطق چند ارزشی همگرا که حالا توضیح داده شد، اومده مؤلف یه روش منطقی رو معرفی کرده که به خصوص تو وضعیت و زمانه عدم قطعیت میتونه کار کنه، یعنی قیاس خفی بازبینی شده که یه آمیزه از استنتاج و استقرا. خب میدونیم که تو شرایط فعلی استنتاج و استقرا تو استدلال اونقدر کارایی ندارن. چرا؟ چون که برای استنتاج مقدمات قطعی پذیرفته شده لازمه که نداریم
برای استقرا هم نمیشه کلیت رو به کثرت‌ها و جزئیات تقلیل داد یا فقط جزئیات قابل دسترس رو بررسی کرد ولی به پاسخ جامع و قاطع رسید. ولی میشه با کمک یه شکل بازسازی شده از قیاس خفی بعضی مسائل رو حل کرد. خب قیاس خفی چیه؟ وقتی نتونیم برای استدلال گزاره‌ای به کار ببریم که برای تمام افراد اون مجموعه یا وضعیت یا مسئله قابل تعمیم و قابل اثبات باشه، قیاس خفی به کار میبریم که این یه شکلی از استقراست که از امکان و توان استنتاج هم در واقع بهره برده. خب چجوری؟ اول به کمک استقرا اون مجموعه اصلی رو، مجموعه نخستین رو به چند تا زیر مجموعه تقسیم میکنیم طوری که جمع این زیر مجموعه ها اون مجموعه اصلی حتی بیشتر از اون رو هم بتونه در بر بگیره. اینطوری میتونیم گزاره رو اول برای تک تک این زیر مجموعه اثبات کنیم، بعد در نهایت برای اون مجموعه اصلی هم اثبات شده فرض کنیم. بعد اینجا مثال مثلث رو زده که از 3 حالت خارج نیست، یا متساوی الاضلاع یا متساوی الساقین یا مختلف الاضلاع. حالا اگه یه قاعده واحد یا یه گزاره صادق رو در واقع بتونیم اول جدا جدا برای این مثلث ها اثبات کنیم، بعد میتونیم برای همین قاعده رو برای هر مثلثی هم اثبات شده فرض کنیم در واقع. ولی خب مسئله اینه که اصلا مگه میشه تمام امکانات و حالات وضعیت رو محدود کرد یا مشخص کرد؟ خب اینجا میگه به همین دلیله که از استقرا در واقع استفاده میکنیم. یعنی اول یه مجموعه رو به زیر مجموعه های خردتری تقسیم میکنیم، چون گفتیم که اگه بخوایم یه گزاره رو برای یه مجموعه اثبات کنیم باید برای همه وضعیت های ممکن اون زیر مجموعه ها هم قابل اثبات باشه. حالا ولی یه سوال دیگه اینه که اصلا مگه میشه به همه وضعیت‌های ممکن دسترسی پیدا کرد؟ اصلا مشکل قیاس هم همینه دیگه. توی همون مثال مثلث هم پاسخی که داده شد الان زیر سواله در واقع، چون بعدها تو هندسه های نااقلیدوسی بیشمار انواع مثلث قابل تصوره. یه پاسخ اینه که بین ممکن و موجود فرقه. ما وضعیت و داشته ها و پاسخهای موجودمون رو برای بررسی ملاک قرار میدیم، ولی تا اطلاع ثانوی. و در واقع گشودگی یعنی همین، یعنی به محض اینکه یه ممکنی یا یه پاسخی موجود شه وارد هم معادلات ما میشه، ولی تا اون موقع برای حل مسئله پاسخهای در دسترس و موجود رو تا جستجو می‌کنیم تا تمام پاسخ‌ها رو داشته باشیم. تمام در واقع یعنی تمام امکاناتمون رو، تمام آنچه که بهش دسترسی داریم رو جمع می‌کنیم، اونها رو لحاظ می‌کنیم و وارد معادله می‌کنیم. یعنی کثرت امکانات و پاسخ‌ها و رویکردها رو فارغ از درست و غلطشون همه رو وارد و درونی می‌کنیم. خب یعنی حتی اگه پاسخی هم نبود از تخیلمون کمک میگیریم و یه پاسخی میسازیم، اون رو وارد میکنیم، چون هدفمون بازسازی این قیاس خفی بازبینی شده است. خب بعد میایم بین تمام این پاسخهای موجود که گرد آوردیم، اگر گزاره مشترکی صادق بود بر اساس این قیاس تا وقتی که هیچ ممکن دیگه‌ای هنوز موجود نشده، همین گزاره رو صادق میدیم. خب این البته در عین اینه که مرزهای موجود رو میشناسیم تا حد توانمون، نادانیمون به این که این امکانات میتونه بی نهایت باشه رو هم مفروض میگیریم، پس در واقع ادعای اثبات قطعی نداریم. در واقع این قیاس بازبینی شده بر اساس همین محدودیت ها صورت بندی شده دیگه. پس گشودگی و پلاستیسیته این روش بازبینی شده رو ممکن میکنه و یه امکان اتکای ایجابی داره در واقع که باهاش میشه خیلی جدال ها رو حل کرد. مثلا اینجا مثال جدال تاریخی نگری و صدور حکم قاطع رو میزنه که خب ما قبلا هم در مورد صحبت کردیم، نگاه ما به حقیقت تاریخی نگرانه است، برای همین به نسبی گرایی منجر میشه چون چیزی نمیدونیم، ولی میتونیم روی مرزهای مشخصی که فعلا
به کمک قیاس خفی بازبینی شده کشیدیم رو همونا وایسیم و یه چیزایی رو وارد محاسباتمون کنیم، البته با لحاظ انسجام و موجه بودن و اینا. روی همونا اتفاقا حکم قاطع هم صادر کنیم. یعنی اینجا بین نسبی‌گرایی و قطعیت یه پیوندی برقرار میشه، ولی با همون اصل گشودگی و همواره گسترش دادن مرزها و در واقع تا سرحدات ممکن. در عین حال که نسبیه، در عین حال که ذات ثابتی نداره و تاریخ نگران است، ولی بتونیم عمل کنیم و موضع قاطعانه هم بگیریم به واسطه اون مرزهایی که فعلا با قیاس خفی بازبینی شده روشون وایسادیم. خب به خاطر همین نادانیمون به امکانات و وجوهی که هنوز موجود نیست، این قیاس علیرغم اون امکان اتکای ایجابیش بیشتر به شکل سلبی کارایی داره، یعنی چون نادانی ما همیشه بیشتره، مثل برهان خلف بازبینی شده که اونم میتونیم توی یه سطح محدود و موجودی بعضی وقتا به کار ببریم. اینطوری اگه توی وضعیت انسداد برای یه مسئله، در واقع برهان خلف بازبینی شده اینطوریه که اگه تو وضعیت انسداد برای یه مسئله هیچ پاسخی نداشتیم یا همه پاسخهایی که داریم رد شدن به جز یه پاسخی که رد نشده ولی اثبات هم نشده، تا اطلاع ثانوی همین پاسخ اثبات نشده مورد قبوله. حالا اگه بیشتر از یه پاسخ رد نشده ولی خب اثبات هم نشده داشتیم، باید بین اونها هم به یه پاسخ برسیم که اونجا وقتی این پاسخهای رد نشده ولی اثبات نشده هم زیاده، باید روی یه اصولی بریم جلو بر اساس یه معیارها و ارزش‌هایی، حالا یا معیارها و ارزش‌های مشترک یعنی انسجام، یا معیارها و ارزش‌های غیر مشترک یعنی به روش چند ارزشی همگرا بریم جلو، یا اینکه یه شکل خاصش از منطق آلیاژی یعنی همزمان هر دو همه رو بشه پیش برد. بعد اگه راه حل تازه‌ای که قابل رد شدن هم نباشه طرح شد، میتونه اونم وارد معادله شه. اگرم حتی یه راه حلم نبود و انسداد مطلق بود، باید به کمک تخیل توی صورت مسئله یا پاسخها یه راهی، یه امکانی خودمون باز کنیم، یا باید راهی گشود یا راهی ساخت یا راهی شد. به هر حال ولی میگه تو وضعیت انسداد امروزی این روش که روش قیاس خفی بازبینی شده هرچند اثبات متعارفی نمیتونه بکنه ولی راهگشاست. بعد اومده یه نگاه کلی به این فصل انداخته در انتها که حالا مونده بعد از این قیاس، یه نگاه کلی به این فصل داره که یه تلاشیه برای طرح ایده و راه منطقی ارائه کردن برای پروبلماتیک روش منطقی و معیار. در مورد معیار که معیار پلاستیک رو گفت در برابر نقدایی که به معیارهای چهارگانه بود، طوری که همه اون معیارها بتونن بشن یه بچه یک جانبه از معیار پلاستیک. میگه در مورد معیار مطابقت مسئله دسترس ناپذیر بودن مرجع رو اینجا رفع کردیم، ضمن اینکه انطباق انسجامگرا یعنی هر لحظه فراروی خود از خود در عمل طرح شد. در مورد معیار انسجام درونی هم این معیار پیشینی نداشتنش رو با پویایی معیار و همزمان رجوع مداوم مفاهیم، رجوع مداوم گزاره‌ها به کلیت خودشون برطرف کرد. این سوال هم که در معیار انسجام بین مجموع نظام‌های منسجم معیار داوری چیه؟ همشون منسجم. معیار داوری بین اینها وقتی همه منسجمن چیه رو با موجه بودن یا ناموجه بودن تعامل این نظام‌ها و منطق چند ارزشی همگرا توضیح داد. خب اینا رو ما جلسات قبلی گفتیم، بخاطر همینجوری منم سرفصلوار ازش میگذرم. یه مسئله دیگه هم با معیار انسجام این بود که اگه یه تجربه یا شناخت جدید اومد که با کلیت نظام سازگار نبود چیکار کنیم؟ یعنی در واقع اینجا حفظ کلیت نظام مقدمه یا اون شناخت و تجربه غیر قابل انکار جدید، که اینجا در شروط موجهگانه پنجگانه‌ای که گفت گشودگی و پلاستیسیته میتونن این موضع رو رفع کنن. یعنی اینجا موجه بودن در اینه که در عین گشودگی از یه طرف
اون تجربه و پاسخ جدید که جدی هم هست بتونه از سمتی از طرفی منجر به بازارایی کلیت نظام بشه، ولی از طرف دیگه این که تنش بین قاعده کلی و تجربه نقص کننده رو بتونیم به یه روش پلاستیک حفظ کنیم. پس تجربه نقض یا استثناء نه ارزشه نه سرکوب میشه. در مورد معیار صدق پویا، معضل نسبی‌گرایی تاریخی انگارانه که باش مواجه بودیم اینجا دوباره مطرح میشه که توی منطق چند ارزشی در واقع نظریه طیف‌گرا بودن رو داریم که کمک میکنه جزمندیش نشد ولی نقد و داوری و ارزش‌گذاری رو هم از دست نداد. در واقع طیفی دیدن میتونه امکان مقایسه رو به واسطه دیدن همه نسبت‌ها و وجوه اشتراک ایجاد کنه. اینکه ببینیم کدوم یک از این طیف‌ها مبانی و معیارهاشون در واقع موجه‌تره و چون که توی طیف‌گرایی خاصیت اشتدادی هم هست، یعنی امکان ارتباط و اتصال و نسبت برقرار میکنه، پس بین طیف‌ها میتونیم ارزش گذاری داشته باشیم در نسبتشون در واقع با پلاستیسیته و میزان گشودگیشون. شدت طیف‌ها و نزدیکیشون و نسبتشون با معیار و ارزشی که خلق کردیم به ما امکان ارزیابی میده. دیگه اینکه گفتیم تو منطق پلاستیک فقط تو لحظه تصمیم و عمل و حکم دادن و اینا در واقع روی اصل یعنی منطق پلاستیک فقط تو اون لحظه روی اصل امتناع تناقض وای میسه، ولی از طرف دیگه اجتماع تناقض رو هم و انواع دیگه تفاوت رو هم، نه فقط تناقض که اتفاقا اونا بیشتر از تناقض نظام رو با تنش روبرو میکنن، اونا رو هم میپذیره. پس نه با رفع دیالکتیکی که در واقع به باقی تفاوت‌ها بی‌توجهه و سریع به شق ثالث پناه میبره، بلکه با ایجاد یه رابطه آلیاژی که همزمان طرفین طیف‌ها و امکانات مابین این و تمام محورها رو هم حفظ میکنه. حالا چطوری؟ یعنی تو لحظه عمل یا صدور حکم یا داوری، همزمان که باید بین یه انتخاب و همه انتخاب‌های موجود دیگه، بین تمام انتخاب‌های موجود یکی انتخاب کرد، پس امتناع تناقض مطرح میشه، ولی یه منطق امکان محور داریم که هم قبل و هم بعد از تصمیم امکانات وسیع همین تصمیم رو، همین عمل رو، همین داوری رو باز میکنه. به واسطه همین عمل این امکانات باز میشن، نه فقط امکانات پیش از عمل یا پس از تحقق عمل. خود عمل به مثابه خلق امکانات تازه. خب پس سوال این یا آن نباید کرد، چون این منطق دو ارزشیه که اینجا ما ازش گذر میکنیم. این همزمان هر دو ولی در دو سطح مختلف هم پاسخ نیست، مثل مواجهه کانت که برای رفع تناقض رفع تداخل رو ارائه کرد که بگه اختلاف سطح وجود داره نه تناقض. این هم نیست که همزمان هر دو ولی در یک ترکیب تازه، همون راهکار آفهبونگ هگلی نفی و رفع و ارتقا، اینه که چگونه همزمان هر دو در سطحی واحد و معطوف به یه موضوع و تصمیم و حکم واحد. حالا اینجا تمثیل دو نیمکره مغز آورده که باور بر این بود و هنوزم بعضن هست که هر نیمکره یه عملکرد خاص داره. مثلا یه نیمکره روی فردیت و جدایی از جهان تاکید داره، اون یکی روی یگانگی جهان و حل شدن سوژه و اینا. و سوال اینه که کدوم درسته؟ یه سری طرفدار این برن، یه سری طرفدار اون برن. حالا بگذاریم که مغز اصلا اینطوری کار نمیکنه، ولی مسئله داوری این که بالاخره حق با کدوم نیمکره است نیست، اینه که چطور همزمان هر دوش میتونه درست باشه، چگونه همزمان هر دو. عصب شناسی هم الان برای این پاسخ داره از پلاستیسیته استفاده میکنن. حالا تو صفحه 193 یه نقل قولی از مالابو میاره
که میگه پلاستیسیته در مقام بستر تمایزیابی امور متضاد طرفهای مقابل را در رفتار متقابلشان در کنار یکدیگر حفظ میکند. و حالا اینجا اومده میگه اگه با رادیکالیزه کردن پلاستیسیته این تضاد رو به تناقض هم بکشونیم و تأمین بدیم، اون وقت همزمان هر دو میشه هم اجتماع هم امتناع و اون موقع هر دوش قابل فهمه. در واقع این تناقض قابل فهمه. خب در واقع ولی اینجا میگه که هر پاسخی هم بیرون از این دوگانه بدیم به هر حال یه راهیه برای بیرون رفتن از انسداد منطق دو ارزشی، یه راهیه و یه فضایی رو میتونه باز کنه برای خلق آلترناتیوها و امکانهایی که فراتر از این دوگانه ها باشن. در واقع باز شدن یه نظرگاه نوع، یه محور تازه است و یه امکان نو میده. اینجا اومده به کمک منطق پلاستیک یه سطح دیگه هم از پذیرش همزمان هر دو رو طرح کرده. یعنی فراتر از فقط دو، همه دقایق طیف بندی بین این دو رو هم، اونم نه فقط توی دو تا محور، تو همه چیز و تو همه محورهای ممکنه دیگه هم، که میگه منطق پلاستیک این امکان رو میده به واسطه حالا جایی که ایستاده. حتی توی دیالکتیک که با تناقض کار میکنه، همه طیف‌های بین دو تا تناقض رو وارد محاسبات کردن. یعنی خود دیالکتیک رو پلاستیک کردن، طوری که چند ارزشیشه، نه فقط دو ارزشی رو وارد حرکت دیالکتیکی کنیم، ولی همزمان همگرایی هم حفظ شه. پس پلاستیک فقط همزمان هر دو نیست، همزمان وارد کردن همه چیز تو همه دقایق و طیف‌ها و محورهاست به صورت پلاستیک و چند ارزشی همگرا. بعد اینجا یه نگاهی هم به راهکار کانت داره که کانت هم تو مسائل جدلی و طرفین با دو تا ترفند تونست اینا رو کنار هم بذاره. یکی این که گفت صدور حکم یا موضع گیری در مورد اموری که به تجربه در نمیان یا مقبول پذیر نیستن مشروع نیست. مثلا دعوا سر متناهیت یا نامتناهیت جهان، که میگه اصلا عقل مشروعیت صادر کردن حکم در این مورد رو نداره. یعنی این فرض که عقل مشروعیت صدور حکم داره کلا غلطه. دومین راهکار کانت هم در مورد عدم تناقض بود که عدم تناقض رو به عدم تداخل تبدیل کرد تا این رابطه تناقض‌آمیز رو رفع کنه. یعنی با تغییر سطح و عدم تداخل مسئله رو می‌خواست حل کنه. مثل رابطه ضرورت طبیعی و آزادی اخلاقی، اینها رو بود توی دو تا سطح مختلف حل کرد که قابل جمع باشن، چون نتونست توی تناقض رفعشون کنه یا حتی نتونست تناقض رو هم حفظ کنه. حالا موضع پلاستیک هر دوی این ترفندها رو نقد میکنه. هم اولی که با راهکار نامشروع بودن صدور حکم میخواد در واقع با مسئله مواجه نشه، هم دومی که مسئله تناقض رو کلا تحریف میکنه تا از بین ببرتش. مواجهه پلاستیک هم صدور حکم و بیان و گزاره رو مشروع میدونه به عنوان یه روایت تخیلی و یه قصه از ماجرا که حالا تو مرحله بعد البته باید منسجم موجه باشه. هم همونطور که گفتیم تناقض رو تصدیق میکنه، نوسانش رو آگاهانه تاب میاره. دو طرف تناقض و همه امکانات میانیش و پیش و پسش رو توی خودش جا میده در واقع. ضمن اینکه اون تناقض خاصی که توی یه مسئله مشخص درگیرشیم رو در نسبت با پروبلماتیک اصلی از محوریت میندازه. یعنی جدیت امتناع تناقض رو با ثانویه سازی خود اون مسئله شل میکنه. یعنی مثلا چه جهان متناهی باشه چه نامتناهی، چه آغاز یا غایت داشته باشه یا نداشته باشه، اگه مسئله ما معناداری زیستن باشه و موجه سازی این زیستن در واقع، اون مسائل حالا تناهیت یا نامتناهیت جهان اهمیتی دیگه نداره. برای همین پاسخ موجه اونیه که هر دو طرف تناقض رو بتونه درونی کنه. اینجا یه نقل قولی هم از بودا آورده که شاگردش ازش درباره یه سری مسائل
لاینحل فلسفی میپرسه و بودا بهش میگه که چه جهان متناهی باشد چه نامتناهی، محدود باشد یا نامحدود، مشکل آزادی شما همان است که بود. و در واقع اینجا میخواد بگه که اینها از اولویت میافتن و اگر روی مسئله اصلی تأکید بشه، تناقض به یه نحو دیگه از یک مسیر دیگه کلا رفع میشه. حالا با این شیوه مواجهه پلاستیک با تناقض و درونی کردنش، در واقع خود تناقض رو از اولویت میندازه و ذوب میشه. نیازی دیگه به رفعش یا تبدیلش به عدم تداخل یا مواجهه نسبی‌گرایانه و واگرا و غیره نیست. با پذیرش طرفین تناقض و با صورت بندیش. و از چه طریق این ذوب میشه؟ با گرمای خود مسئله اصلی، یعنی زیستن در مقام پروبلماتیک اصلی. تو آخر فصلم اومده گفته که دیگه، حالا در مورد جمع‌بندی این فصل گفته که شاید با توجه به انتظاری که از منطق داریم این فصل راضیمون نکنه، چون که توقع داریم که ایده اصلی بیاد به وضوح و توی چارچوب مشخص برامون ارائه شه، تمثیلات و قواعدش رو بگه، شفاف تعریفش رو از استدلال معتبر ارائه کنه و تکلیف ما هم کاملا مشخص شه. میگه این فصل کلش یه فهرستیه از یک نظام تمثیلات در حال تولید، یه طرح ایده است، شرح و بستش هم با بازخوردهای مخاطبای جدی و خلاق ممکن میشه و این حد و توان من بوده برای طرح ایده منطق پلاستیک. ولی با این حال این نکته مهمه که وقتی یه چیزی کاملا نو طرح میشه، نه فقط محتوا، حتی معیار ارزش‌گذاری و ارزشیابی خودش رو هم خلق میکنه، تولید میکنه. پس نمیشه با معیارهای قبلی سنجیده شه، چون خودش اونها رو نقد کرده، ازشون فراروی کرده. و اتفاقا این شیوه وضوح منطقی، یعنی منطق انتزاعی و قطعی و حاضرآمده، مورد انتقاد کتابه، چون اصلا اصل مسئلهش از جای دیگه شروع شده. ضمن اینکه تدریجاً مخاطب متوجه میشه که حالا این منطق پلاستیک و آلیاژی چطور در عمل تو اجرا میشه، عملی میشه، چطور یه نظام تمثیلات یا عمل اخلاقی و سیاسی موجه میشه، یعنی به واسطه این منطق در عمل چطور میتونه این منطق محقق شه. حالا کتابم هرچند به هر حال فصل بندی شده، ولی مباحث منطقی و فلسفی و اخلاقی و سیاسی و حالا حتی تمرینات عملی از هم جدا نیستن، در هم تنیده شکل گرفتن. مثلا شرایط یه نظام موجه خب قاعدتاً باید اینجا بیان میشد، ولی توی فصل معرفت شناسی بست پیدا کرده. معرفت شناسی و هستی شناسی هم از مجرای هم قابل درکن و تا انتها. پس مؤلف خواسته که صبوری کنیم و ارزیابی این منطق رو توی ظهوراتش، توی کاربستش، توی کل کتاب درک کنیم و بسنجیم. ممنونم ازتون. الان میتونیم وارد بخش دوم گفتگو بشیم. ممنونم پری جان. قبل از که وارد بخش دوم بشه، البته میشه اینو پیوند زد. من 2 سوال داشتم تا یادم نرفته بگم. یکی این که توی بخشی که گفتی، یک سوال برام اینه که چرا یهو بعد از اون منطق چند ارزشی همگرا مؤلف میاد اینجا یه منطق تازه ارائه میده به اسم قیاس خفی بازبینی شده؟ هدف چیه این اینجا اومده؟ و بعد اینکه ما یهو با یک نظریه تازه هم مواجه میشیم تو این بخش، اون نظریه طیف‌گرا. این نظریه طیف‌گرا چه فرقی با اون منطق فازی پیدا میکنه؟ یه جور طیفیه. ببین در مورد اون چیز اولی که گفتی، تا اونجا که من میفهمم به هر حال تا اینجا، تا قبل از این قیاس خفی بازبینی شده، اومده در مورد منطق آلیاژی هر آنچه که بوده گفته و من بعد این فقط یه طرحیه، این قیاس خفی بازبینی شده.
که کلا اصلا دیگه از اون مبحث قبلی اومده بیرون، برای اینکه بتونیم گزاره‌ها رو چجوری بتونیم مثلا به یه پاسخی برسیم، همونطور که میگه بین نسبی‌گرایی و قطعیت پیوندی بزنیم و حالا بین پاسخ‌های موجود ما چطوری میتونیم، اگر پاسخی نبود یا اگر پاسخ‌هایی بودن که رد نشدن، چطوری میتونیم در لحظه تصمیم روی کدوم پاسخ بیسیم، روی کدوم داوری. اومده این دو مورد رو هم گفته که اینها هم میتونن یه امکانی بدن. در واقع این اصلا از نظر من ربطی به اون چیزی که تا الان داشتیم در مورد منطق آلیاژی میگفتیم نداره و فقط یه امکانیه که در انتهای بحث منطق فقط میشه این مطرح کرد و البته در پیونده با منطق آلیاژی. و در مورد اون مسئله دومی هم که گفتید، آره بر خود منم چون تو جای کتاب همش دنبال این بخش طیف‌گرایی و اشتدادی این منطق پلاستیک هم بودم، چون به نظرم امکان خیلی خیلی به جاییه توی کتاب، ولی خیلی خوب صورتبندی مشخص توی یک قالب و با یه سرفصل نشده، ولی توی خیلی جاها مثل یک گذرگاه میتونه کمک کنه برای اینکه به خصوص توی توصیف منطق پلاستیک و گذر از اون نسبی‌گرایی یه امکاناتی رو باز کنه برای ارزیابی. ولی اینکه حالا چطور توی کتاب این مشخصا در موردش صحبت نشده، من فکر میکنم آره دیگه، مثلا تو هستی شناسی، تو معرفت شناسی خیلی جاها توی یه بزنگاهایی بهش اشاره شده و توی همین فصل هم چندی اینجا، ولی آره جداگانه در موردش صحبت نشده. مرسی. من حالا دوستانم وارد گفتگو شدن، خوشحال میشم نظر اونا بشنوم.